به نام خداوند بخشنده و مهربان. همدیران عزیز، خدا را شکر که بار دیگر پروردگار با ما این فرصت را داد که در خدمت یک شما باشیم. همونطور که چند پیش در صحبت‌ها وعده داده بودیم که از این به بعد تلاش میکنیم که شاید هفته یک بار یا حداقل 10 روز یک بار در خدمت مردم خواهیم بود و با سوال و جواب یا تحلیل موضوعهای روز یا مطرح کردن مسائلی که از نگاه ما، از نگاه پیمان ملی تاجیکستان یا از نگاه مردم خیلی مهمند، این گونه صحبت ها را پیوسته ادامه بدهیم و بتوانیم که توسط این گونه صحبت ها هم ما نقطه نظر خود را گفته باشیم و هم با سوال های مردم جواب بگیم و از همه مهمش این رابطه و تماس های دائمی بین ما و شما ملت عزیز و تمام مردم به خصوص مهاجرین در سراسر دنیا باشد. موضوعی که امروز من با همکاری و اتفاق دوستان انتخاب کردم برای صحبت با شما اطراف یک موضوع هست که خیلی هم فراگیر، خیلی هم وسیع و همزمان خیلی هم مهم است که این چرا حکومت جمهوری تاجیکستان طول این هم از 30 سال دروغ را همچون تاکتیک یا فلسفه اصلی خود در گفتگو با ملت، در مناسبت با ملت انتخاب کرده است. و من راست گپ خیلی وقتهای اخیر در این باره فکر میکردم و خودم به این میاندیشیدم که آیا حکومت جمهوری تاجیکستان یگان راه یا یگان وسیله دیگری گفتگو با مردم یا متقاعد کردن مردم را نداشت در طول این همه سالها که از دروغ به طور وسیع و دائمی استفاده کرد. و گاها با خود سوال میدهم، گاها تحلیل میکنم، میگم شاید که حکومت تاجیکستان در دنیا تنها حکومت نیست که دروغ گفته باشد یا اینکه سیاستمداران تاجیک تنها سیاستمداران نیستند که با مردم خودشان دروغ گفته باشند. اما چی فرق دارد حکومت تاجیکستان از دیگران و یا حکومت‌های مثل حکومت تاجیکستان؟ حالا شاید تنها حکومت تاجیکستان هم در مسئله دروغگویی از همه حالا پیشرفته‌تر یا قوی‌تر نباشد. در مجموع حکومت‌های مثل حکومت تاجیکستان یا پرزیدنت‌های مثل رحمانوف در دنیا چرا مجبور میشوند که از دروغ همچون یک سیاست دائمی، همچون یک فلسفه زندگی و فعالیت استفاده برند؟ چرا اونها از راست گفتن، از صداقت داشتن با مردم پرهیز میکنن و دروغ برای اونها خیلی مهم است و عادت کردن؟ و بنابراین همین گفتم شاید بد نیست که با مردم، با ملت یک صحبت در این موضوع داشته باشیم و هم تحلیل کنیم سبب‌های این پدیده و این روند طولانی 30 ساله را با هم جستجو کنیم، تحلیل کنیم و شاید به یک نتیجه های برسیم که در آینده ملت با این گونه رفتارهای حکومت که با دروغ کاملا آمیخته شده است، پیچیده شده است، چگونه باید رفتار کنند. و وقتی که ما در این موضوع فکر میکنیم و این سوالها رو مطرح میکنیم در نزد خود و بعداً فعالیت حکومت امروزه را به خصوص پرزیدنت امام علی رحمان را در طول این سال 30 سال مقایسه میکنیم، تحلیل میکنیم و پیش نظر میاریم، برایمان به بسیاری از سوالها جواب پیدا میشود و میتوان گفت به این نتیجه میرسیم که رحمانوف دیگر علاج به جز دروغ گفتن شاید در طول این 30 سال نداشت و در اول مجبور بود دروغ بگوید، بعد آهسته آهسته عادت کرد و حتی در بعضی حالتها کار به جای رسید که از نگاه شخصی من البته اگر رحمانوف راست میگفت شاید بیشتر به نفعش بود، هم ملت به او باور میکرد و هم فایده میکرد و ضرری نمیدید. چندی حالتهای بود که رحمانوف اگر با مردم راست را میگفت نه تنها ضرر نمیکرد بلکه به فایدهش هم بود. اما سوال این است که چرا پس در اون جایی که حتی راست به فایدهش است بازم دروغ میگه؟ من به این نتیجه رسیدم که در اولهای رهبریش چون مجبور بود دروغ بگوید و بعد آهسته آهسته به این عادت کرد و در آخری کار
کار به حدی رسیده است که به دروغ‌های خودش هم باور میکند. یعنی مصیبت ما و شما هموطنان گرامی چند برابر بیشتر است. اون است که یک دروغگو، یک پرزیدنت دروغگو دروغ میگوید و گاه بعد میاد از مردم عذرخواهی میکند، میگه خب من مجبور بودم. در تاریخ کشورهای دیگر، ملت‌های دیگر هم خیلی حالت‌ها بود. من چند پیش یکی از وزیران همین آلمان از مردم برای دروغگویی‌اش عذرخواهی کرد و به استعفا رفت. ولی در وضعیت ما نه تنها مصیبت این است که نه تنها دروغ میگوید، باز ما رو مجبور میکند که در اول به این دروغ ها باور کنیم و اگر هر کسی که باور نکرد او خائن است، اون دشمن است، اون وطن فروش است یا بدخواه تاجیکستان است. بعد آیسته در مرحله آخر خودش هم به این دروغ‌هایش باور میکند و گاه من این تصور رو دارم که مثلا رحمانوف باور کرده است که واقعا هم او پیشوای ملت است. یعنی خودش میداند که رحمانوف کی هست. از من و شما رحمانوف خودش رو بهتر میشناسد، سوادش رو، دانشش رو، تجربهش رو، پاکیزه بودنش رو، چقدر دزدیدن یا ندزدیدنش رو، مناسبتش با ملت، خانوادهش کی بود، بعد چی شد و تمام این تاریخ به سر حاکمیت آمدنش به واسطه کی، چگونه و تا امروز در حاکمیت باقی ماندنش برای خودش از من و شما دیده بیشتر روشن است. اما عجیبش در این است که رحمانوف در وقتهای آخر به این افسانه بافته خودش، به این دروغ بزرگ خودش باور کرده است و دقیقا من حالا البته خیلی هم یک شخصیت عجیب در تاریخ آلمان بود در زمان گیتلر با نام گبلز که وزیر تبلیغات زمان گیتلر بود. ایشان یک جمله از او نقل میکنن که بعدا من در جای دیگر خواندم که اصلا صاحب این جمله، این سیتات خود گبلز نیست بلکه گیتلر در کتاب ماین کامپ یا محاربه من، مبارزه من در این باره نوشته است که ولی به هر صورت این در نام گبلز ثبت شده است. این سیتات که شما هر چقدر که میتوانید دروغ را بزرگتر بگید، قویتر بگید و بیشتر تکرارش کنید، مردم هم به اون بیشتر باور میکنن، به خصوص مردم ساده، و آهسته آهسته خودتون هم به اون باور میکنید و اون را هم در ذهنتون، در وجودتون میپذیرید. و گبلز واقعا هم در زمان گیتلر از این اسلوب خیلی استفاده بود و آهسته آهسته گیتلر رو به حیث پیشوا یا فیورر که اصلا کلمه تاجیکی پیشوا به زبان آلمانی همچون فیورر ترجمه می شود. وقتی که فیورر میگیم ما یا یک کس رو تحقیر میکنیم، مثلا اگر بگیم که گیتلر فیورر بود یا رحمانوف فیورر یا تحقیر می شود، ولی در اصل این ترجمه تحت اللفظی همون کلمه پیشوا است. وقتی که میگیم امام علی رحمان پیشوای تاجیکستان، به زبان آلمانی اگر این رو ترجمه کنید حتما همون کلمه فیورر میشد. از اون دیگه غیر از این دیگر ترجمه ندارد. ترجمه انگلیسیش لیدر هست، به زبان روسی هم لیدر ترجمه می شود یا واژد ترجمه می شود، اما به زبان آلمانی غیر از کلمه فیورر دیگر کلمه برای ترجمه پیشوا نداریم. اما حالا مسئله این است که گیتلر و یا گبلز یا حکومت اون از دروغ در سیاست، در مسئله زامبی کردن ملت آلمان و متقاعد کردن ملت آلمان که گیتلر واقعا فیورر هست، پیشوای آلمانیا هست، دیگر همه قوم و قبیله ها، یهودی ها، روس ها، اتحاد شوروی و دیگر همه ملت های دوم درجه هستند و هر کسی، این نکته خیلی مهم است، هر کسی به این دروغ باور نکرد او رو همچون خائن، همچون دشمن باید که معرفی کرد، نابود کرد در کنسلاگر، در هجرت یا به یک شکل دیگر. و دقیقاً وقتی که ما این نظریه یا تئوری رو وقتی که میخونیم، تحلیل میکنیم، میبینیم که در رفتارهای مقامات تاجیکستان به خصوص خود رحمانوف و مسئولینش، دستگاه تبلیغاتیش، این اسلوب گیتلری گبلسی خیلی خوب استفاده می شود و بیهوده نیست که اینها در صحبتشون به خصوص حکومتداران تاجیکستان خیلی هم دوست می دارند که از ماکیاولی بیشتر اقتباس بیارن. البته از گیتلر و گبلز کمتر پرهیز میکنن،
اما ماکیاولی رو خیلی استناد میارن، اقتباس میکنن که ماکیاولی این نظریه سیاسی را داشت. و کسی اگر، من جای دیگر هم گفته بودم باز تکرار میکنم، کسی اگر به آثار ماکیاولی و دیدگاه های او آشنا باشد درک میکند که یک تهمت و یک دروغ بزرگ دیگر در حق ماکیاولی هست. بله ماکیاولی در چند جاها به این نظر بود که در سیاست دروغ، خیانت، کشتار اینا جایز هست، اما اینو در مقایسه با خارجی ها او میگفت، چون وقت فلورانسیا در احاطه دیگر کشورهای اروپایی بود و این را به سیاستمداران توصیه میداد. به هیچ وجه در داخل علیه ملت خود ماکیاولی این حرف رو نگفته بود، اما حکومتداران تاجیک دیگر این نظریه رو آمدن به داخل کشوندن و نسبت ملت و مردم تاجیکستان فراوان دروغ میگن و از دروغ خیلی زیاد استفاده میبرن. من چرا گفتم دروغ دیگر جزء فلسفه این حاکمیت شده است؟ ببینید وقتی که رحمانوف باری اول سر قدرت آمد، حالا اونه که سر قدرت آمد همچون رئیس شورای عالی، قصهش دیگر است. توسط سلاح خارجی بردند ازبکستان، ترمیز، در اونجا مسلح کردند، با تانک و توپ فرستادند و بالای ملت خیش ارتشی بیگانه را آورد. خب رئیس شورا شد. اما در اولین انتخابات وقتی که قانون اساسی را در سال 1994 تغییر دادن و باز منصب پرزیدنتی را برگرداندن، ببینید اینجا هم یک دروغ است. در وقت رحمتی رحمان نبیوف منصب پرزیدنتی را برهم دادن تا اینکه رحمان نبیوف دیگر همچون پرزیدنت نباشد و به سر قدرت رحمانوف بیاید. بعد 2 سال باز منصب پرزیدنتی را برگرداندن. اگر منصب پرزیدنتی برای تاجیکستان لازم نبود چرا برهمش دادید؟ و اگر لازم بود چرا یا لازم نیست چرا اون رو برقرار کردید بعد 2 سال؟ مگر در 2 سال خیلی چیز تغییر کرد؟ نه، رحمانوف اون وقت میخواست با این دروغ و نیرنگ رحمان نبیوف رو از سر قدرت دور کند و بعدا خودش باز منصب پرزیدنتی رو برقرار کرد و به سر قدرت آمد. اما مسئله اینجا است که در اولین انتخابات پرزیدنتی امامعلی رحمانوف کاملا شکست خورد و حالا جدا از این که ما مثلا شخصیت عبدالملک عبدالله برای ما معقول هست یا نیست، آیا ما او رو سیاستمدار میشناسیم، اعتراف میکنیم یا نمیکنیم، این مسئله شخصی هر کس است و در سالهای بعدی او نشان داده از خود که تا چه حد سیاستمدار جدی هست یا نیست. اما این هیچ ربطی به انتخابات مردم ندارد، برای مردم ندارد. گاه میشد که مردم خب به یک نفر، به یک سیاستمدار در بعضی حالتها رأی میدهند. در انتخابات دموکراتی میتواند یک آدمی نه اونقدر سزاوار هم انتخاب شد، مثل که در امریکا در یک انتخابات دموکراتی جناب ترامپ انتخاب شد و حالا ما میتونیم بگیم که جناب ترامپ قدر پرزیدنت موفق نبود، اما به هیچ وجه این درست بودن انتخابات امریکا و شفاف بودن او را و پیروزی ترامپ را در انتخابات ما نمیتونیم زیر سوال بریم. بنابراین همین در اون انتخابات امامعلی رحمان بعد از اون درک کردید که عبدالله جانوف پیروز شده است و واقعا هم با شاهدی همه مردم، همه ملت عبدالله جانوف پیروز شده بود، مجبور شد که دروغ بگوید و اولین دروغ بزرگ او در سیاست کلان از همون جا شروع شد که او با یک دروغ و تقلب به سر قدرت آمد و من فکر میکنم بدبینی رحمانوف از ملت تاجیک، نفرتش به ملت تاجیک از همون جا شروع شد وقتی که درک کرد که ملت به او رأی نداد و او از ملت رأی رو دزدید. این منصب پرزیدنت رو از ملت وقتی که دزدید دیگر طبیعی است که مثل یک دزد طول 30 سال رفتار میکند و همیشه نسبت اون صاحب مال نفرت دارد، زیرا میترسد که صاحب مال یک روز نه یک روز برای این مالش دعوا خواهد کرد و تلاش میکند که تا آخر این صاحب مال جرأتی گپ زدن نداشته باشد، جرأتی دعوا رو نداشته باشد. اما به خبر از اون که بالاخره تاریخ حرف خود رو میزند و دیر یا زود صاحب مال یعنی ملت تاجیک این مالش رو، رأیش رو، آزادیش رو از رحمانوف طلب خواهد کرد که الکی الحمدلله این قدم های اول آغاز شده است. بنابر همین من فکر میکنم که دروغ اول رحمان این در همون انتخابات 1994 بود. من یک مثال رو از تجربه خودم، از شنیده و دیده های خودم بگویم. اگرچه در اون سالها
من در مسکو بودم و میدیدم که مردم، روحیه مردم چی است. بالاخره در بین مهاجرین، در بین تاجیکان زندگی میکردیم، با مردم در داخل کشور تماس داشتیم و این پیروزی عبدالله جانوف کاملا روشن بود. سالهای 2010 بود یا 11 در یکی از پیام‌های نوبتی سالانه رحمانوف در پارلمان در عرفه کدام انتخابات پرزیدنتی بود به فکرم، یا کدام انتخاباتی بود که رحمانوف درباره انتخابات ها صحبت میکرد در پیام سالانش و گفت که تاجیکستان انتخاباتی مثل همیشه انتخابات دموکراتی و شفاف برگزار خواهد کرد و خیلی با همون اسلوب و با همون صلابت و با همون صدای بلند یک دروغ را میگفت که در تالار نشسته ها تقریبا 100% یا حداقل 90% میدونن که در تاجیکستان چگونه انتخابات برگزار میشد. و در پهلوی من یکی از همکارانم نشسته بود از وکیلان مجلس و یک کمی ناراحت بود و به خود کمتر میپیچید و غرغر میکرد. گفتم فلانی چی شد، چی کرد؟ بعد گفت که آخر همین حرف رو من حیران میشم چگونه از منبر در روی ما با چشم ما نگاه کرده میگوید که در تاجیکستان انتخابات ها همیشه دموکراتی بود و ما همیشه حکومت رو، قدرت رو برای دموکراتی در دست داشته ایم. خب گفتم چرا به خودت چی؟ گفت که آخر من میدونم که من در همون سالهای انتخابات که این کس پرزیدنت انتخاب شد من مسئول یک منطقه بودم. حالا نمیخواهم نام منطقه رو بگیرم که کدام منطقه بود تا اینکه باز نگوین که کی بعد وکیل شد از اون مسئولان منطقه، باز اون بنده خدا در بلا گرفتار نشود. گفت من مسئول فلان منطقه بودم و بعد از اون که حالا دیگر ما عادت زیادی تقلب انتخابات رو نداشتیم، یعنی اولین انتخابات پرزیدنتی با شرکت رحمانوف بود و ما هر چیزی که پروتکل ها بود با دوشنبه روان کردیم و اصلا خودمون در مرکز هم زیاد در همون مرکز ولایت هم حساب نکردیم. و گفت از دوشنبه به من زنگ زدن که چیکار کرده ایستادید، این چه رقم بود شما به ما فرستادید؟ گفتم چی شده است؟ گفتن شما پروتکل رو فرستادید که عبدالله جانوف در اینجا پیروز است. خب گفتم انتخابات است دیگر، از دست من چی میاد؟ حالا چیکار کنیم؟ گفتم که خودتون در همون دوشنبه هر کاری میکنید بکنید، ما روان کردیم. گفتن نه این کار باید در ولایت صورت بگیره، ما برمیگردونیم شما در اونجا از نو پروتکل ها رو درست کنید. گفت ما همون شب دستور دادم به همه مسئولین که تا سحر گفت از نو حجت درست کردند و پروتکل کردند، باز از نو با دوشنبه فرستادیم. نصف روز باز زنگ زدن از کمیسیون مرکزی انتخابات که فلانی تو چیکار کرده ایستادی، ما رو در اینجا مسخره میکنی. گفتم چی شد با؟ گفتن شما با رحمانوف 120% آواز رو فرستادید، یعنی اون مقدار آواز و پروتکلی که شما فرستادید اگر همه مردم تاجیکستان بیاین در اینجا اشتراک هم کنن، مردم ولایت به این حد آواز نمیشه، یعنی 100% هم شود، شما 120% آواز فرستادید، مرده ها و هر کسی که در تاجیکستان نیست اینا. بعد گفت که من به اون مسئول کمیسیون گفتم که من دیگه نفهمیدم با شما چیکار کنم. یک بار فرستادم میگه که عبدالله جانوف پیروز شده است، دوم بار میفرستم میگه که از حد زیاد فرستادید. خب هر چی کاری که خودتون میکنید بنویسید رقم رو بیاد اینجا اعضای کمیسیون ولایتی ما امضا خواهند کرد، همش رو من جمع میکنم. گفت همون کارو کردم، یک رقمی نمیدونم چند فایز رو نوشتند آمدن امضا کردند و رفتن. یعنی وقتی که اون آدم میگه ببینید من این کارو به دست خودم کردم و به این آدم اینقدر آواز دادم در انتخابات، این در رو برای من ایستاده درباره انتخابات یک طرز صحبت میکند که گویا که راست میگفته باشد و منم مجبور که باور کنم و این یک حقیقت باشد. یعنی تا این درجه منظورش این بود که آدم نباید یک دروغ رو بسیار هم نشرمیده و خجالت نکشیده به تکرار بگوید. حالا من این مثال را از نقل قول کسی که خودش در انتخابات نه تنها شرکت کرده است بلکه این پروتکل ها را با دست خودش تغییر داده است و بازم این دعواهای یا دروغهای روی راست رحمانوف را در رو برویش نشسته باید مجبور است که گوش کند و تحمل کند. مطمئن باشید بعد از اون که وضعیت ها تغییر میکند هنوز هم که شاهدهای این انتخابات ها از بین نرفتن پر ثبت شدن یا با کسی نقل کردن، اینا حتما روی آب خواهند برآمد. در انتخابات 2010 وقتی که کارمندان کمیسیون مرکزی انتخابات به من میگفتن، خب اونجا هم بالاخره انسان هستن، انسان‌های شریف با وجدان، ولی خب میترسن. اونا به من رقم‌های واقعی رو میگفتن که نهضت اسلامی تاجیکستان چند درصد رأی آورد، رحمانوف چگونه نگران شد، چقدر به غضب آمد، چی دستورها دادن که این رقم‌های وضع کرده شود. خب
خب من فکر میکنم که از اونجا این دروغ آغاز شد از سالهای اولی 90 و بعد دیگر آیسته آیسته ادامه پیدا کرد و تبدیل شد به یک سیاستی کامل، به یک سیاستی که اصلا دیگر از اون دست کشیده نمیتوانند. باز تکرار میکنم در بعضی جاها حتی به نفعشون است که همون حقیقت رو بگویند، مردم خب این رو قبول خواهد کرد. برای مثال شما همین حادثه های ترکت که در دنقره شد و چند خارجی در آنجا متاسفانه کشته شد، چقدر یک دروغ بزرگ، دروغ شاخدار را گفتند که حتی نه تنها خارجی ها و هیچ کس در داخل در خارج باور نکرد. بعد خودشون مجبور شدن که از این دروغ دیگر تکرار نکنن اون را، مگر اینکه در بعض گزارش ها دیگر اصلا درباره حادثه دنقره و ربط دادن آن به حزب نهضت دیگر خاموشن، هیچ چیز نمیگن. چرا؟ برای آنکه حس کردن که هیچ کس با آنها باور نکرد. اما این را گردنشون خم نمیخورد، اجازه نمیدید که بیان بگن که خب ما در اونجا اشتباه کردیم، دروغ گفتیم. اینا چیکار کردن؟ وقتی که اون حادثه شد بلافاصله هنوز بدون کدام تحقیقات سنجش اون چند جوان را کشتن، از بین بردن. یکی فردی که از خودشان بود او را نگه داشتن همچون گویا شاهد و بعد تقریبا نیم ساعت اعلان کردن گویا که این بیانیه‌شان الکی آماده شده است، آماده بود و این را خواندن که این ترکت صورت گرفت و حزب نهضت اسلامی تاجیکستان این را انجام داد. شما کی فرصت کردید؟ کی را تحقیق کردید؟ کی را پرسیدید؟ چند روز گذشت؟ هنوز خونی شهدا و کشته شدگان هنوز خوش نشده است. شما با این سرعت از کجا پیدا کردید؟ و بعد جامعه جهانی وقتی که صدا بلند کرد که شما چه حرفا را میزنید؟ اینجا داعش با عهده گرفت، خودش بیانیه داد، نوار پخش کرد، چه ربطی به نهضت اسلامی تاجیکستان دارد؟ بعد از تکرار اون دیگر در رسانه ها خودداری کردن، اما هنوز هم در سندها از این دست نمیکشن. و از همه عجیبش بعدا وقتی که به دست ما معلومات های رسید که چگونه خود مقامات این عملیات را مدیریت کردن، من حالا نمیگم طراحی کردن، چون که برای اون که طراحی کردند و کاری دستی خودشون است فکت ندارم، دلیل ندارم. اما اون فکت و دلیلی که ما داریم این که بعد از اون که اینها در بین همون گروه های تروریستی هم باز آدم دارن و حتما دارن، این رو وقتی خبر آمد که این عملیات در دوشنبه باید صادر شود و این رو توسط افراد خودشون در داخل اون گروه ها به جای آنکه پیشگیری کنند و اجازت ندهند که عملیات صادر شود، سمت آن را تغییر دادند به سمت ولایت ختلان و علیه خارجی ها. چرا دور از دوشنبه؟ برای که طبق نقشه پیشکی اون معلوماتی که به دست آمد این در یک جشنواره که با یک کنسرت باید این عملیات در دوشنبه در داخل کدام کنسرت باید که با شرکت آوازخوان‌های خارجی از روسیه آمده بودن باید انجام میشد، ولی اینها با جای آنکه پیشگیری کنن گفتن نه، این ترکت اگر به اجرا برسد به فایده ما هست، بگذار در دوشنبه در یک منطقه ضد خارجیان باشد و ما هم نهضت اسلامی تاجیکستان را اپوزیسیون خودم را متهم میکنیم و هم چون علیه خارجیان میشود این دیگر جامعه جهانی به خصوص اروپایی‌ها بفهمند که در تاجیکستان ما یک مبارزه شدید علیه تروریسم داریم و باید که چشم بپوشند به این حقوق بشر، مشکلات اقتصادی و این کروپسیه و دیگر مشکلاتی که هست و این را توسط همون افراد خودشون در داخل این گروه‌های مسلح بردن به سمت ولایت ختلان، ناحیه دنقره و در اونجا این عملیات صادر شد. اما اینها آمادگیشون را دیدن، اون بیانیه از قبل آماده بود و بلافاصله به نهضت اسلامی تاجیکستان این را ربط دادن که بالاخره بعد معلوم شد. اما چرا اگر اینجا راست رو میگفتن، حقیقت رو میگفتن، چی ضرر میکردن؟ خب مردم میدید، واقعا مردم میدوند که داعش شوخی نیست، داعش یک گروه تروریستی است، از خشونت استفاده میبرد و در تاجیکستان هم در اروپا، در کشورهای عربی، در افغانستان هر روز به این کار مشغول است. و اگر میگفتن داعش این کارا کرده است، چی ضرر میکردن؟ چی بر علیه آنها میبود؟ نه، هیچ ضرر نمیکردن، اما چون عادت کردن به دروغ گفتن، پس در این جایی که به فایده شون هم هست باید که دروغ بگن. یک مثال دیگر برای آنکه اگر راست را میگفتن به فایده شون بود، در مسئله کووید یا کرونا ویروس، وقتی که تمام دنیا را این ویروس فرا گرفته است، همه میگویند
کشورهای بزرگترین که در اونجا تیب به درجه عالی است، در اروپا، در امریکا، در خود چین، در روسیه، همه دنیا میگه که در ما کرونا ویروس هست، در تمام دنیا پنهان شده است. تاجیکستان، پرزیدنت تاجیکستان میگه که این حرف خائنای ملت است، این بدخواهان ملت هستند. در تاجیکستان ما هیچ گونه کرونا ویروس نیست. مردم رقص و بازی کند، اون نوروز برگزار کرد، اون جشن و طرب خود رو برگزار کرد. یک ماه پافشاری کرد که در ما دیگر این کرونا ویروس نیست. بعد که مردم دیگر معذرت میخواهم مثل گوسفند شروع کردن به فوتیدن، مثل یک بیماری در یک منطقه می رود و پنهان کردن نتوانستند. دیگر مردم را میبرند سلافن پیچ میگرانند، جنازه ها را مثل یک نظامی جنازه برگزار میشه در داخل ماشین. وقتی که مردم در تمام جهان این عکس ها را دیدن، بعد مجبور شدن بیاد اعتراف کنن که بله در ما کرونا ویروس هست و خب دیگر باید تبابت کرد. خب از روز اول مثل تمام دنیا میگفتید که بله کرونا ویروس هست. کرونا ویروس رو نه رحمانوف به وجود آورد، نه رحمانوف تولید کرد، نه رحمانوف گناهگار است، نه حکومت تاجیکستان یگان کمبودی کرد در اینجا، در تمام جهان بود. خب اگر اعتراف میکردید که در ما هم کرونا ویروس هست، اینقدر مردم نمیمرد، غفلت زده نمیشد، شما چی ضرر میکردید؟ برعکس فایده میکردید، جامعه جهانی بیشتر کمک میکرد. اما چون دروغ گفتن عادت شده است، دروغ گفتن جزء فلسفه و حیات این حکومت هست، در اینجا هم باز آمدن از دروغ استفاده کردن و هم بر ضد خودشان شد، هم بر ضد ملت و بالاخره ما فرصت‌های زیادی هم از دست دادیم. تا به امروز دارن از دروغ استفاده میبرند در تمام مسئله ها. و من آیسته آیسته دارم به این نتیجه میرسم که اصلا دروغ گفتن جزئی از سیاست و تاکتیکی قریب همه حکومت‌های دیکتاتوری هست. و یک دیکتاتور وقتی که دیکتاتور میشد پس دروغگو است. چون یک انسان اگر یک رهبر پرزیدنت راستکار باشد، دو مدتی که این سوچ پیش بینی میکند میستد مثل همون دیگر پرزیدنت های راستکار صادق برابر آن که مهلت کینسونیش تمام شد میرود. اما وقتی که او میآید چخیلی که رحمانوف کینسوچ را چند مراتبه تغییر داد، دروغ گفت، با ما در کمیسی آشتی ملی دروغ گفت که من فقط از شما یک 7 ساله دیگر خواهش میکنم، ما با ازبکستان در حالت جنگیم، به من اجازت بدید، من یک بچه کمبغل تاجیک 7 سال دیگر پرزیدنت میمونم و دیگر من میروم. ولی دروغش بعد آشکار شد که کینسی رو تغییر داد، نه اینکه 7 سال بعد نرفت، دیگر با تمام این اولاد و خانواده اصلا رفتنی نیست دیگر. خب دقیقاً همین رفتار رو ما در سیاست‌های بعضی دیکتاتورهای دیگر هم می‌بینیم. البته دیکتاتورها دو نوع میشن، یکی از همه دیکتاتورها بدن، اما یک نمود دیکتاتورها هستند که این قدرت را، این سیاست‌های دیکتاتوری را به فایده ملت‌ها استفاده می‌برند، یک مدت کوتاه می‌روند. همین گونه دیکتاتور در سینگاپور بود، با دستی آهنین کروپسیا را از بین برد و اولین کاری کرد خیش تابور خودش را زندانی کرد. چند مدت ایستاد. سینگاپور از یک کشور قشاق زده که ادامه مالزیا بود، امروز به بهترین کشورهای دنیا هم از لحاظ آزادی و هم از لحاظ اقتصادی تبدیل داد. در کره جنوبی، حتی در چیلی، اگرچه من طرفدار پیناچت نیستم، در چیلی هم پیناچت آمد با اون روش دیکتاتوری به فایده ملت کار کرد و اقتصادیات را خیلی پیش برد. این یک نمود دیکتاتورها هست که قدرت را در دستشون جمع میکنند، خیلی ظلم هم میکنند، اما به فایده شخصیشونه. من استالین را دوست نمیدارم. واقعا استالین یکی از جنایتکارهای اشدی در تاریخ بشریت بود و از آن جمله در تاریخ ملت تاجیک صدها هزار بهترین فرزندان ملت ما را قتل عام کرد، از آن جمله قهرمانهای ملی ما را شاه تیمور، نصرالله مقسوم و دهها و هزارها نفر دیگر را. اما این دیکتاتور به فایده خودش، خانواده‌اش هیچ کار نکرد. تا امروز هیچ کس گفته نمیتواند که از استالین مثلا فلان قصر برای فرزندش ماند، فلان منصب را به فرزندش داد. نه، کارش را کرد برای دولت شوروی، اگرچه راهش خطا بود ولی حداقل اثبات کرد که یک دیکتاتور میتواند به فایده ملت و دولتش کار انجام بدهد. اما یک گروه از دیکتاتورهای دیگر هستند که هم دروغ میگن، مثل همین دیکتاتوری ما، هم سرمایه و مالکیت ملت و کشور و تمام این
مردم را به فایده خودشون و به فایده خانواده خود استفاده میبرن و تمام این قدرت رو که در دستش جمع کردن برای ملت و کشور نه، برای خود، خانواده خود، فرزندان خود استفاده میبرن و تا اون حد دروغ میگن، به دروغ گفتن عادت میکنن که دیگر اصلا هیچ امکانیتی سفید کردن یا راست کردن دروغی آنها نیست. مثال زندهش همین دوست رحمانوف لوکاشنکا، پرزیدنت بلاروسیا. البته در دروغگویی به حد رحمانوف نمیرسد، باید این رو اعتراف کنیم که رحمانوف در این مسئله استاد لوکاشنکا است، اما لوکاشنکا هم اونقدر دروغ گفت و اونقدر دروغ گفته ایستاده است، به خصوص در همین 2-3 سال اخیر بعد از آن که انتخابات رو به یک خانم باخت و آشکار گفت که من از قدرت رفتنی نیستم، شروع کرد به دروغ گفتن و آخرین دروغش همین آشکار شد در قضیه ربودن این اپوزیسیونر بلاروس. این یک ژورنالیست، یک جوان 26 ساله که اصلا یک جوان 26 ساله ژورنالیست صاحب یک کانال تلگرامی چه خطر میتواند برای امنیت یک کشور داشته باشد، اما برای یک دیکتاتور حتی یک ژورنالیست جسور هم خطر دارد، چه رسد به یک سیاستمدار، به یک اپوزیسیونر، به یک رهبر یک حزب و حرکت که مردم رو باز بتواند اطراف خود جمع کند. چیکار کرد؟ این سمالیات رو دزدیدن، با واسطه استریبیتل شناندن در مینسک و اما دروغ رو بینه، دروغ شاخدار، گویا که اینا در عصر سنگی زندگی کرده ایستادن، گویا در داخل هواپیما می نبوده است و اینا مجبور شدن که هواپیما رو در مینسک فرارن. همگی 30 کیلومتر 40 کیلومتر تا ویلنیوس مانده است و نزدیکترین فرودگاه هم ویلنیوس است. چه ضرورت دارد که جان این قدر مسافر رو در خطر گذاشتن با استریبیتل مجبور شود که هواپیمای گرجدنی در مینسک بشیند و از همه دروغ شاخدار و بی ربطشون میدونید چی بود؟ بعد مقامات بلاروس آمدن در پرس کنفرانس اعلان کردن که گویا با آنها از حماس ایمیل رسیده است که سازمان حماس در هواپیمایی که از افین پرواز میکند به ویلنیوس در یک هواپیمای اروپایی می نگذاشته است و طلب کرده است که اگر اسرائیل بمباران کردن غزه را قطع نکند آنها میترکند. شما تصور کنید دروغ رو وقتی که یک حکومت دیکتاتوری مجبور میشود دروغ بگوید، یک دروغ های میگوید که اصلا خودشون نمیدونن چی گفته ایستادن، دیگر اون رو اثبات کرده نمیشود، سفید کرده نمیشود. 3 روز آتش بس بین اسرائیل و حماس 3 روز پیش از این حادثه، از این پرواز امضا شده بود. چگونه حماس آتش بس را از اسرائیل طلب میکند که خودش الکی 3 روز شد این آتش بس اجرا شده ایستاده است و خود حماس هم در یک بیانیه این را رد کرد، انکار کرد که اینا هیچ ربطی ندارند و یک دروغ است. اما چون اکنون در دنیا مشهور شده است که مسلمان ها گویا همه تروریست، حماس تروریست، فلسطینی ها تروریست و هر کسی در دنیا چی نامعقولی کرد بر دوش مسلمان ها، بر دوش حماس، بر دوش دیگر سازمان های اسلامی میزنند، یا دنیا قبول میکنند. اگر بلاروس لوکاشنکو این دروغ را گفت و در حق حماس تهمت کرد، یا که تمام دنیا قبول میکنند که بله این حماس این کارها را میکنند. بله حماس این جسارت و شجاعت را دارد که هر کاری که کرد به دوش بگیرد، بگد من راکت فرستادم به سمت اسرائیل، راکت فرستادم 4000 راکت. اسرائیل هم دقیقاً همون کارو میگد، من غزه رو بمباران میکنم کرده ایستادم برای سیاست‌های خودم. اونا بر خلاف این دیکتاتورهای خیلی هم ترسوی منطقه ما مثل رحمانوف و لوکاشنکو اگر یک کاری را کردن جوان مردانه میگن ما این کار را کردیم، نمیاد در پس شانه های حماس پنهان شود. رحمانوف شهید عمرعلی قوت را به شهادت رسان، جوان مرد میشد خب میگفت که من مثل دیگرها بله اون دشمنم بود نابودش کردم، اما میترسد از دادگاه بین المللی، میگن نه ما این کار رو نکردیم، ما شرف الدین رو ما ندزدیدیم. محمد روزی اسکندر خودش در فرودگاه دوشنبه پیدا شد، از مسکو غیب زد در دوشنبه پیدا شد. عزت امان غیب زد، در اونجا شهروندی رو بیکار کردن، یک بار در دوشنبه اومد و او رو حبس کردن. یا داملو نعیم جان یا ده ها و شاید صدها نفر دیگر این برادرانی که اخیراً از گروه 24 شهاب الدین بدلوف، این جوانی که چند روز پیش غیب زد از روسیه، محمد جان اسمش اگر اشتباه نکنم، خب اینها
ببینید این دیکتاتورهای ما وقتی این کارها را میکنن جسارت و جرأت ندارن که بیان راست بگن که بله این کارو ما کردیم. در اینجا هم همه میدونن که کاری کی است. هواپیما رو لوکاشنکو شناند، عزت امان رو رحمانوف دزدید، عمرعلی قواتف رو رحمانوف نابود کرد. این عملی تروریستی هست، ولی از ترس میگن که نه ما این کار رو نکرده، به ما هیچ ربطی ندارد. حالا که الکی سازمان‌های جهانی این عملیاتی که در بلاروس انجام شد همچون یک عملیاتی تروریستی در سطح دولت یا از طرف دولت انجام شده بها داده ایستادن. این را یک راهزنی میدونن و هواپیما را دزدیدن در قانون‌های بین‌المللی از سخت‌ترین جنایت‌ها حساب می‌شود یا کشتن یک نفر در خارج. اما چرا توجه جامعه جهانی امروز به بلاروس و به این حادثه زیاد شده است؟ به تاجیکستان، به اون جنایت‌هایی که دیکتاتوری ما انجام می‌دهد، از این کشتارها، از این ربودن‌ها، از این استفاده هواپیماهای سامان ایرین‌ها توجه کمتر است، برای آنکه تاجیکستان در مرکز توجه استراتژی این ابرقدرتان نیست. حالا این خوب است یا بد است من کار ندارم، شاید جای این به نفع ملت ما است که در مرکز توجه یا بازی‌های استراتژی نیست، ولی در جای دیگر می‌بینیم که به ضرر ملت ما انجام می‌شود و مثلا رحمانوف با این ملت چیکار می‌کند؟ دروغ میگوید، میکشد، غارت می‌کند، تمامی سرمایه را با فرزندان خودش تقسیم کرده است، با کسی کار نداره، هیچ کس، نه امریکا، نه روسیه، نه ایران، نه ترکیه، نه اروپا. خب میگن تاجیکستان کجا است؟ در کجای خریطه؟ در یک بین کوه‌ها در احاطه خطای و افغانستان و ازبکستان. خب با ما چه ربط دارد؟ ما که اروپا نیست، اما بلاروس در مرکز اروپا است و این پرواز داخلی اروپایی بود، از افینا به ویلنیوس، یعنی از یک کشور شنگن یا اتحادیه اروپا به دیگر کشور، فقط یک چند کیلومتر یا چند صد کیلومتر از تریتوری بلاروس گذشت که دیگر در اینجا این جنایت بین المللی صادر شد و الکی اروپایی‌ها درک کردن که این دیکتاتورها چقدر خطر دارند. تا همین دیروز مردم بلاروس بیچاره در همین پولش، در آلمان، در لیتوا بسیارند از اپوزیسیون بلاروسیا، اینها داد وای میکردند که خب لوکاشنکو یک دیکتاتور است، این شوخی رو نمیفهمد، از کشتار، از غارتگری دست نمیکشد. اما میگفتن خب دیگه چیکار کنیم، بلاروسی هم خب یک پرزیدنت است و قانونی بین المللی است و ما فقط میتوانیم یک کمی سانکسیا جاری کنیم، اما آماده نیستیم که او را به دادگاه‌های بین المللی بکشیم. و امروز وقتی که جنایت‌های لوکاشنکو گریبان خود اروپایی را گرفت و یک پرواز داخلی اروپایی را راهزنی کرد، دزدید، بعد اروپایی‌ها صداشون برآمد، به این نتیجه رسیدند. نشست سران کشورهای اروپایی دیروز در بروسل برگزار شد و تحریم‌ها یا سانکسی‌ها را علیه لوکاشنکو مطرح کردند و امروز الکی اعلان شد که تمام پروازهای بلعو یا شرکت هواپیمایی بلاروس دیگه به اروپا هیچ پرواز اروپایی از تریتوری بلاروس نمیگذرد. شرکت‌ها و کارخانه‌های بزرگ اروپایی بلاروس که با اروپا تجارت دارند ممنوع میشوند و بزرگترین ضربه اقتصادی و سیاسی دیپلماتی را بلاروس اکنون به خاطر اشتباهات یک دیکتاتور که 30 سال باز مثل دوستش رحمانوف از قدرت رفتن نمیخواهد، ملت بلاروس دیگر این همه عذاب‌ها را باید بکشد و اروپا هم دیگر چیکار کرده میتواند؟ باید به این جنایت جواب بگوید و این را جنایتکار رو در جای خود بشناند. البته ما سیاست ما رو شما میدونید، در پیمان ملی تاجیکستان ما اعلان کردیم و تلاش میکنیم که با سیاست‌های داخلی کشورهای دیگر زیاد دخالت نکنیم. حالا نگوییم فلانی دموکرات است، فلانی دیکتاتور است، اما بعضی مسائلی هست که دیگر با ما هم ربط دارد. این کاری که در بلاروسیا شد میتواند نسبت هر یک تاجیک شد و الکی شد و بدتر از این هم شد. حالا لوکاشنکو یاد ندارم که یگان اپوزیسیونر رو در خارج کشته باشد، ولی رحمانوف کشت. رحمانوف مثل لوکاشنکو دزدید، طریق هواپیمای سامان ایر شرافالدین گدایف از مسکو دزدید. رحمانوف دهها تاجیک دیگر رو پنهانی از کشورهای گوناگون، از ترکیه، از قزاقستان، از روسیه میدزدد و دزدیده ایستاده است. پس نگوییم که این مسئله داخلی بلاروسی است با ما ربط ندارد. نه، باید درباره این جنایت ها گفت در سطح اروپا، در سطح جهان و مقایسه کرد که
اگر بلاروسیا یک حکومت دیکتاتوری دارد، اگر لوکاشنکو دیکتاتور هست، بداند که رحمانوف 10 برابر بدتر است، 10 برابر جنایتاش بیشتر است. حالا که علاقه 4 سازمان بین المللی لوکاشنکو را به دادگاه بین المللی کشیدن و من پیشتر در یک صحبت‌های دیگر گفته بودم که پرونده رحمانوف هم برای دادگاه بین المللی خدا را شکر دوستان آماده کرده ایستادند. یعنی من نمیگم اینجا من آماده کرده ایستادم و بلکه با کمک و همکاری با دیگران این مسئله آماده شده ایستاده است و این علاقه که پرونده لوکاشنکو به دادگاه بین المللی رفت، من فکر میکنم و باور دارم که شانس پیروزی ملت تاجیک را از بالای دیکتاتوری خود در دادگاه بین المللی به مراتب بیشتر کرد. چرا؟ برای اون که وقتی که ما با ادوکات ها صحبت میکردیم میگفتن که پرونده رحمانوف شبیه پرونده کدام یک دیکتاتور افریقایی هست که اونها تجربه داشتن. گفتن ما با یک دیکتاتور افریقایی پیروز شدیم که دادگاه بین المللی حکم صادر کرد و او را جنایتکار اعلام کرد، با یک دیگرش مثلا پیروز نشدیم و پرونده شکست خورد. چین هم اویغورها هم چین را برای اون مسئله اویغورهای چین به دادگاه بین المللی کشیدن که موفق نشدن. اما پرونده لوکاشنکو وقتی که به دادگاه بین المللی می رود، حالا به هر شکلی که باشد، این شانس ملت تاجیک را بالاتر میبرد برای آنکه رفتارها، جنایت‌های رحمانوف به مراتب سخت‌تر و مدهش‌تر از جنایت‌های لوکاشنکو است. بنابر همین من فکر میکنم که در اینجا ما باید تلاش کنیم که این دروغ‌هایی که رحمانوف طول این همه سالها کرد، این را باید در نزد دادگاه بین المللی آشکار شود و نه تنها دروغ‌ها بلکه جنایت‌هایی که هم کرده است. و مسئله که حالا من اخیراً خواندم در رسانه‌ها هم هست، این دروغ بزرگ دیگری که رحمانوف گفت و میلیاردها دلار به ملت تاجیک، به مردم ضرر میرساند، این مسئله این بانک ها است. من حالا درباره دروغ‌هایشون، درباره اون شرکت‌های خانوادگی صحبت نمی‌کنم که چقدر در پارلمان دروغ گفتن در حضور ما. من که وکیل پارلمان بودم وقتی میگفتن که همین شرکت ایرس از کی هست، وزیر نقلیات اشورف بود به فکرم، سرخ و سفید شده میگفت که این یک شرکت خیتایی هست. برای چی امضای طرف یا مهر طرف خیتایی نیست؟ برای چی سازشنامه با زبان روسی آماده شده است، امضا شده است از طرف تاجیکستان، نه با زبان انگلیسی، زبانش لال؟ سروزیر در همون جلسه حضور دارد دروغ میگه، رئیس پارلمان میدونه دروغ میگه، به همه دپوتات‌ها دروغ گفتن تا امروز پول ملت رو جمع میکنن، اعتراف نمیکنن که این شرکت مال خانواده، مال دختر و دامادشون است. حالا من این دروغ‌های اینا را دروغی خرد و ریز میدونم، اگرچه میلیاردها دلار در اونجا هم چرخ میزند، اما فقط با راننده ها ربط دارد. یک راننده تاجیک وقتی که از دوشنبه به خوجند میرود یا برعکس یا مسافر هست، بعد این پول از جیبش میرود. اما بانک، سیستم بانکی تاجیکستان برای هر شهروند تاجیکستان، برای نفقه خور، معلم، طبیب، دانشجو، مهاجر، به همه ربط دارد. سیستم بانکی تاجیکستان را اول فلج کردند. بزرگترین بانک های نظام ساز این را نظام بانکی را به وجود میارند. سیستم ابرزویشی بانکی در نظام مالیوی تاجیکستان همین اگری اینوست بانک بود و تاجیک صادرات بانک بود و همین سه چهار بانک قدیمی قوی تاجیکی بودند. اینها را اول آوردن مفلس کردن، بعد اینها را با گویا که چند میلیارد سامانی را دادن، 4 یا 5 میلیارد سامانی گویا کمک، و باز اینها را قرضدار و متهم کردن و اخیراً این بانک ها رو میگیرن، بانکرات اعلان میکنن، از نظام مالیوی تاجیکستان بیرون میبرن تا اینکه تمام نظام مالیوی ملت، مردم، چی در داخل چی در خارج، توسط همون چند بانک خانوادگی انجام شود. بانک هایی که یا آریان بانک یا سپیتاوین بانک یا چند بانکی که در اختیار، یکیش در اختیاری دختر است، یکی در اختیاری داماد است، یکی در اختیاری فلان داماد است، فلان خسر بچه هست. یعنی خب اقتصاد را گرفتن، سیاست را گرفتن، ارتش در اختیارشون، تمامی کانهای زیر زمین در اختیارشون. فقط همین مونده بود که همین نظام بانکی هم در اختیارشون بود. فقط یک دو بانک دیگر بود، اون بیچاره از وضعیتش چی میشد، آیا زندانیش میکنن، یعنی تاجدین پیروف و علی مردانوف و اونهایی که مسئولین اگری اینوست بانک و تاجیک صادرات بانک
اینها اگرچه بازم در خدمت همین خانواده بودند، در خدمت رحمانوف بودند، اما رابطه خونی ندارند. مشکلی اونها در همین است. یعنی برای رحمانوف اصلا فرق ندارد که تو خدمتگار هستی، تو سگ این خانواده هستی. معذرت میخوام، گاه مجبور میشم که از این عباره هم استفاده شد. چرا؟ برای اینکه بعضی از مقامات قدرتی تاجیکستان مثل همون سگ پاسبان رفتار میکنن. تو فرق ندارد که غلام این خانواده هستی، مهم که تو هیچ ربطی خانوادگی به این اولادی خش و تباری به این نفر به پرزیدنت نداری. مهم همین است. اگر تو بی‌سوادترین انسان باشی، حتی اگر خدای پرزیدنت باشی، از بک صبور هم بی‌سوادتر باشی، ارباب کمال را از ابو کمال فرق نکنی، حالا مثلا از بی هم فرق نکنی، اما همین که اگر خدا باشی یا داماد باشی، پس تو هم وزیر هستی، هم آدمی محترم هستی، تجارت داری و هیچ کس جرأت نمیکند با تو صحبت کند. اما اگر تو علی مردانوف باشی، هم 40 سال باز مسئول همین در حکومت کار میکند، از زمان شوروی 30 سالش در زمان خود همین رحمانوف است و چی کارهای را، چی شاید که اشتباهات، جنایت‌های را با سپارش رحمانوف همین علی مردانوف بخت برگشته میگم، نمیگم بدبخت، بلکه بختش برگشت، انجام داده است و حالا معلوم نیست که تقدیرش چی میشه. یا همون تاج‌الدین پیروف، علی مردانوف با پول بانک ملی، اون وقت دیرکتوری بانک ملی بود، در همین پیش ودینخه یک تا قصر است، یک تالار ضیافت‌های رحمانوف است. علی مردانوف در یک مدت کوتاه با بهترین مواد انا همین تالار رو برای جشن 20 سالگی بود یا نمیدونم استقلالیت بود یا روز وحدت بود، همین رو آماده کرد از پول بانک ملی تاجیکستان، از همون پولهایی که از کردیت‌های بین‌المللی گرفته بودن. 800 میلیون دلار، نزدیک 1 میلیارد دلار سیستم بانکی تاجیکستان در نزد خارجی‌ها قرضدار شد. برای چی؟ برای اینکه این پولها را بانک ملی میگرفت، با گارانتی بانک ملی میگرفتن و رحمانوف سپارش میداد به علی مردانوف که این رو بخر، فلان کارو کن، در اینجا خرج کن، و علی مردانوف هم دیگر علاج نداشت، خرج میکرد. بعد در نهایت چی شد؟ علی مردانوف وقتی که گزارشی دروغ داد به NWF، صندوق بین‌المللی اسعار، بانک جهانی، اینا اومدن گفتن که در اینجا 1 میلیارد دلار رو شما دزدیدید، گزارشاتون دروغ است، کجا کردید؟ علی مردانوف رو دعوت کردن. علی مردانوف به رحمانوف گفت میبخشید جناب رحمانوف، این کارها با سپارش خودت انجام شد، من که به اجازت خودت 1 میلیارد دلار رو کجا میدزدیدم؟ خب چرا رحمانوف علی مردانوف اون وقت رد معرکه نکرد و حبس نکرد یا از منصب نگرفت؟ از بانک ملی گرفت، معاونی سروزیر کرد، از معاونی سروزیر برد اگرینویست بانک. برای چی؟ برای اینکه رحمانوف میدونست که تمام این دروغ ها، گزارش های دروغ به بانک جهانی، این دزدیدن ها با سپارش خودش انجام شده است. علی مردانوف فکت دارد، دلیل دارد، کمپرمت دارد، میتواند در دادگاه اینا رو همه رو آشکار کند، اگر البته جسارت کند. اما امروز دیگر دیدن که نه، بانک اون خلل میرسونه، دیگر علی مردانوف خلل نمیرسونه، بانک علی مردانوف در سیستم بانکی تاجیکستان برای خانواده خلل میرسونه. تاج‌الدین پیروف اصلا خلل نمیرسونه. تاج‌الدین پیروف رو مجبور کردن بانکی بانکرات شده به پول دختر رحمانوف رو 10 میلیون دلار خرید. بنده خدا میگه این بانک به من لازم نیست، خودم بانک دارم، برای چی من این بانک مفلسی به پول رو بخرم؟ نه، مجبور میخری، باید بخری. و خرید با 10 میلیون دلار، با هم پول 10 میلیون دلار تاجیک صادرات بانک، اونها رفتن یک بانک دیگر، بانک نو زدن و خود تاج‌الدین پیروف رو از سیستم بانکداری و مالیوی تاجیکستان بیرون کردن. امروز خب کی ضرر دید؟ فقط علی مردانوف و فقط تاج‌الدین پیروف. خب علی مردانوف که بانک دولتی بود، از کیسه شخصیش نمیتیاد. تاج‌الدین پیروف اکثریت اکسیه ها را دارد خودش و البته او میلیون ها، ده ها میلیون ضرر میکند. اما با برهم خوردن این دو بانک ملی، من اینها رو بانک های ملی میگم برای اینکه اینا سیستم بانکی رو با وجود آورده بودن. ده ها، شاید که صدها هزار شهروند تاجیکستان که پسندازهای خود رو در اینجا گذاشته بودن، این را از دست خواهند داد. اصلا باوری به سیستم بانکی تاجیکستان چه در داخل چه در خارج از بین خواهد رفت. اما رحمانوف میگه خب چی؟ مثل پیشینه دروغ میگه اینا خودشون مفلس شدن، اینا کمبودی داشتن، الکی
این را گفتن. من در بیانیه بانک ملی رو خوندم. سوال با وجود میاد که چرا بانک های خانوادگی رحمانوف، بانک های دخترای رحمانوف مفلس نمیشوند و بانک های دولتی، بانک های حکومتی مفلس میشوند؟ بانک های کسانی که بیرون از خانواده هستند مفلس میشوند؟ چرا شرکت سامانه، شرکت خانوادگی مفلس نمیشود و تاجیکایر، شرکت ملی تاجیکستان مفلس میشود؟ چرا فراز مفلس نمیشود و برق تاجیک مفلس میشود؟ میلیاردها دلار برابر یک بودجه تاجیکستان، برق تاجیک، شرکت ملی تاجیکستان، شرکت دولتی قرضدار است. راغون هم در آینده قرضدار خواهد شد، مثل سنگتوده. تمام شرکت های دولتی، کارخانه های دولتی، بانک های دولتی قرضدار هستند، مفلس میشوند. فقط رشد کرده ایستاده است شرکت های خانواده. مثل یک زهرپیچک، یک علف است با نام زهرپیچک. اگر کسی در ده زندگی کرده باشد میداند خوب. وقتی شما یک درخت رو میشینانید، یک بوته رو میشینانید، سبزواد میکارید، پیش از آن که این سبزواد یا درخت نشانده شما قد بلند کند، اون زهرپیچک با استفاده از این بدن این درخت یا بوته، با جفیدن و مکیدن ریشه های این و ویتامین های این، میبینید که سرش از خود درخت بالاتر رفت، میپیچد و اون را زهرآلود میکند. برای همین یکی از کارهایی که در خشابه کردن سبزواد میکنن، رحمتی مادرم با ما هم یاد میداد، همون زهرپیچک ها رو از بدنه پمیدار و دیگر حالا سبزواد که یادم نمونده است دیگر اسمشون، از اونا جدا کنیم تا اینکه اون نفسی آزاد کشد و رشد کند اون علف یا اون سبزواد. این خانواده هم با این مثل سپروت یا همون هشت پا تمام اقتصاد، نظام بانکی، مالیوی و سیاست، ارتش و کانهای زیرزمینی همه را پیچانده گرفته است و همه ضعیف میشوند، پژمرده میشوند، بغیر از همون بدن زهرپیچک که در دوام میبینید که مثل زهرپیچک در یک هفته رشد میکند، از یک درخت چند ساله هم بالا میرود. اینا مثل زهرپیچک 2 روز پیش پیدا میشوند، بعد میبینید یک بار مونوپولیست شدن، همه نظام اقتصادی رو به دست خود گرفتن. بنابراین اینا همه در نتیجه دروغ است و حالا هم با ملت دارن دروغ میگن که این بانک خودش مفلس شد، این بانک نتوانست با مزاج ها کمک برساند، حالا ما مجبور شدیم که اینها را مفلس اعلام کنیم. از اول دروغ، در میانه دروغ، در آخر دروغ و تا آخر که اینا هستند با همین سیستم دروغ پیش خواهند رفت. پس اینجا سوال با وجود میاد در آخر که ما اگر جمع بست کنیم این صحبت را، ملت چیکار باید کند؟ ملت باید این دروغ را تحمل کند، باید صبر کند و یا چگونه واکنش نشان بدهد و اصلا چرا رحمانوف توانسته است تا امروز به ملت دروغ بگوید و باید اعتراف کنیم که موفق هم بود. اصلا میگن عمر دروغ کوتاه است، دیر یا زود آشکار خواهد شد، اما متاسفانه خاطره ملت کوتاه‌تر از عمر دروغ بوده است. حالا عمر دروغ کوتاه است، میتواند این 30 سال باشد، 50 سال باشد که بعد آشکار شود، اما خاطره یک ملت با رفتن یک نسل اینم متاسفانه پاک میشود، میرود و نسل بعدی اصلا باور نمیکند که این آدم دارد دروغ میگوید. شما ببینید یک نفر وقتی که 30 سال در حاکمیت است، 10 سال اول دروغ گفت، بعد 10 سال اون کسانی که دروغ ای را شنیدن از صحنه رفتن، یا از وزارت رفتن، یا از قدرت رفتن، یا اصلا از دنیا رفتن، اونها دیگه هیچ کارن. با جای آنها باز یک نسل دیگر آمد، از منصبداران، از جوانان، از جامعه. خب بالاخره تولد میشه. حالا جوانی که 20 ساله است، حالا دانشجو است، اما اونگردهای مثلا وزارت داخله، اینا جوانای مثلا 18 20 25 بالا 30 ساله هستند. اینا در وقتی که رحمانوف 20 سال پیش دروغ میگفت اصلا بعضش تولد نشده بود، بعضش 5 ساله بود، 10 ساله بود، اصلا یاد ندارد که رحمانوف چی گفته بود 20 سال پیش. من در یاد دارم کسانی که مثل من از 50 بالا هستند، در سالهای دانشجویی در اون سالهای اول استقلالیت بودیم، گفت و شنید بودیم، کمیسیون آشتی ملی بودیم، در پارلمان بودیم و این ماها دروغ‌های رحمانوف رو دیدیم. البته باز هم یک گروهی که دروغ‌ها رو شاهد بودیم. اکثریت ملت تاجیک، از من کلان‌ها هم، از من همسالای ما هم که این دروغ‌ها رو به گوش خود نشنیدن، ندیدن، اصلا
قدرت تحلیلی ندارن که دروغ ها رو بیان مقایسه کنن. اما رحمانوف حساب و کتاب دارد، میگه اون دروغی رو که من 20 سال پیش گفتم اگر باز تکرار کنم، این افراد جدیدن، اینا نسل جوان است، اینا اون دروغ قبلی ما را شاهد نبودن و اینا باور میکنن و باورم کرده ایستادن. باور کنید بعد 10 سال رحمانوف باز این اوانگارد ها میروند، نصفش مهاجر میشود، نصفش از وظیفه میرود، خسته میشود از سیاست. باز یک گروه دیگر رو اگر رحمانوف در سر قدرت بماند که ان شاء الله نمیماند، حالا بالفرض اگر بماند بعد 10 سال دیگر همین دروغ ها رو به یک شکل دیگر، به یک لفظ دیگر تکرار میکنند و اون بیچارهایی که تازه اوانگارد شدن و باز پیروان پیشوا شدند یا پیروان پسر پیشوا میشوند، فرزند پیشوا، اینا باز همین دروغ رو باور میکنن. چرا؟ چون بار اول شنیدن. اما ما که دیگر خب کسانی که 40 ساله هستید، 35 ساله هستید، 50 و 60 ساله هستید، مگر دروغ رحمانوف بار اول میشنویم که باید اینقدر داده شویم و فراموش کنیم؟ حداقل همدیاران گرامی، وظیفه ما کسانی که در صحنه هستیم امروز صحبت کرده میتوانیم، نوشته میتوانیم، اگر میترسیم در یک جا ثبت کنیم برای فرزندها مونیم، بگوید در اون جهاز تکنیک اجازت میدهد، خودت پرال میزنی که بعد 10 سال این خودش اتوماتیک کامپیوتر رو باز میکند. بزن همون پرال رو بگو که بعد ثبت کن نوار رو، ما بگو پرال رو بزن بگو بعد 20 سال باز شود، این بعد 20 سال باز میشود، بعد از یک نبیره بسپار برای نسل‌های بعدی خاطره بماند که نشود ما یک دروغ رو از نسل به نسل ببخشیم، فراموش کنیم و یک گروه با ملت بازی کنن، با مردم، با کشور بازی کنن. من فکر میکنم که اینجا دیگر وظیفه ما و شما هست، باید این دروغ ها را آشکار کرد، باید به مردم خاطر رسان کرد و البته این را باید بگم که دیگر برای یک سیاستمدار هر کسی باشد، چه اپوزیسیون است چه حکومتدار، برای رحمانوف دیگر دروغ گفتن دشوار شده ایستاده است. چرا؟ سالا پیش اینترنت نبود، امروز اینترنت همه چی را ثبت میکند. حداقل 10 سال اخیر، حداقل 5 سال اخیر در اینترنت، در گوگل، در یوتیوب، در فیسبوک، در همه جا ثبت شده است. شما دیگر زحمت بکشید. وقتی که رحمانوف امسال در پیام سالانه اش باز برآمد میکند، ما با نگاه انتقادی بیایم پیام را گوش کنیم، نه اینکه با معذرت میخوام چشمان باز، نیم خواب نیم بیدار بگیم خب گفتن میگیرد. نه، بیایم مقایسه کنیم که همین رحمانوف وقتی میگه که در این 5 سال اخیر رهبری من نیک و احواله ملت اینقدر بالا رفت، معاش اینقدر بالا رفت، اقتصادیات اینقدر بالا رفت، بودجه اینقدر بالا رفت، ما بیایم رو مقایسه کنیم که رحمانوف چه حساب کرد، از کدام حساب. اگر در سال 2000 مثلا 11 یک دلار 4.5 حد اکثر 5 سومانی بود، امروز 1 دلار 11 سومانی است، 12 سومانی شده ایستاده است. وقتی که رحمانوف میگه که معاش بالا رفت، زندگی مردم خوب شد، این رو با سومانی حساب میکنند. شما بیاید با عقل باز، با متمتیک حساب کنید که معاش ما و شما با دلار چند بود چند شد، زیرا نرخ در بازارهای تاجیکستان با سومانی نیست، با دلار است. برابر ارزان و قیمت شدن دلار نرخ هم تغییر میکنند. یک تاجیک وقتی که گندم رو، آرد رو، روغن رو یا لباس رو، برنج رو از خارج میخرد، مگر با سومانی میخرد؟ او با دلار میخرد. با او رو در داخل تاجیکستان با همون کورسی که خریده است با نرخ سومانی میفروشد. پس اگر رحمانوف میاد معاش را برای مثال 50% هم زیاد کرد، یک نفر در سال 2010 میگرفت اگر 1000 سومانی میشد مثلا این نزدیک 200-300 دلار، حالا 1000 سومانیش میشود کمتر از 100 دلار. من دیروز برای کار دیگر یک مقاله تحلیلی می نوشتم، رفتم دیدم که معاش وزیرها و دپوتات‌های تاجیکستان چی است. از سال 2019 به بعد دیگر هیچ معلوماتی نیست، شاید تغییر هم نکرده باشد. آخران معلوماتی که است 5000 سومانی معاش یک وزیر، معاش یک دپوتات. خب 5000 سومانیش هم میشود نزدیک 350 یورو. خب در سالی که من وکیل مجلس بودم 5000 سومانی معاش میگرفتم، نزدیک 1000 دلار میشد. خب یک برابر، پس معاش کم شده است.
رحمان وقتی که برآمد میکنه در پیامش، مردم بیاید این را مقایسه کند با یک نگاه تحلیلی تنقیدی به معنای اینه که حتما کمبودی پیدا کرد. این را کریتیسکی آنالیز میگن، کریتیسکی میشلنی، نگاه انتقادی به معنای که خوب و بدش رو جدا کنیم. و یک دروغ دیگر، من با این موضوع رو تمام میکنم. ببینید دوستانی عزیز، بخصوص این صحبتی من ربط دارد به طرفداران اپوزیسیا، کسانی که دیگراندیش هستند، سابق اعضایان حزب نهضت، سابق اعضایان گروه 24 یا هر حزب و حرکتی که اپوزیسیا بود، شما کی به این نتیجه میرسید همدیران عزیز که حکومت رحمانوف، مقامات تاجیکستان هیچگاه از دروغ دست نخواهند کشید و شما همیشه قربانی این خوشباوری خود و قربانی دروغ‌های حکومت بودید و بوده. من خودم را وارد میکنم در اینجا، خودم را جدا نمیکنم از شما. اما امروز بیشتر مردم دیگر قربانی شده ایستادن. ما که حداقل یکم از احتیاط کار میگیریم، اما مردم چرا باید باور کنند به این حرفا، به این دروغ ها که بارها میگوییم که باور نکنید، احتیاط کنید، بازم میافتند در دام دروغ های مقامات تاجیکستان. و اخیراً خبر بسیار هم ناخوشایند که برادر عزیز میرزا حاجی محمد که ما قبلا رو، چون من اخیراً فهمیدم که بعد نامش رو به سبک تاجیکی وضع کرده است، میرزا حاجی معطوف، بسیار یک انسان شریف، سابق عضو ریاست حزب نهضت اسلامی تاجیکستان که طبیب حاذق هم بود. اخیراً شنیدم که رفت است به تاجیکستان، مثل همیشه میرفت است میآمد است و چند ماه پیش رفته بود است برای عیادت خشم تبار و چند روز پیش حبس شده است. میرزا حاجی محمد یکی قبل از آن که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در تاجیکستان ممنوع شد، خودش از حزب عریضه نوشته رفته بود، گفت که من خب دیگر با کارهای طبی میگذارم، با کارهای خود مشغول میشم و از سیاست دست میکشم. هنوز من در تاجیکستان بودم و عریضه‌اش رو نوشت و رفت. ما گفتیم خب دیگر افسوس خوردیم، گفتیم چرا میروی؟ گفت میروم. کسی که در روسیه کار میکرد، شهروندی گرفته است، طبیب بود. من شنیدم که اصلا خبر نداشتم که این آدم دیگر با چی مشغول است. با من دوستان گفتن که خیلی فعال بود در ساحه طب، بخصوص در شب روزهای کرونا ویروس با مردم توصیه‌های بسیار خوبی اقتصادی همچون حرفه‌ای میداد و باورم کرد به حکومتداران. چرا؟ برای اینکه حکومتداران 5 سال باز میگویند که ما فقط کسانی را حبس کردیم و میکنیم که به فعالیت سیاسی در داخل یا در هیئت حزب و حرکت‌های ممنوع مشغول هستند. اما کسانی که قبل از ممنوع شدن اعضای حزب بودن، بعدا فعالیت نکردن، اینها هیچ کس به اینها دست نزده است، نرسیده است. اپوزیسیا دروغ میگه، کبیره دروغ میگه، پیمان ملی دروغ میگه. ما به هیچ کس کاردار نیستیم. کسی که با کار عادی گذشته است و با زندگیش دوام می‌دهد، اینها آزاد هستند. چندین نفرها قربانی این دروغ ها شدند، فریب خوردند، رفتن به تاجیکستان، حبس شدند، یا اونها رو برگردوندن از اروپا حبس کردن، یا مثل دزدیدن از اروپا، از روسیه، از جاهای دیگر. وقتی با اونها گفته میشد که وقتی فعال سیاسی هستی در روسیه نمان، بیرون بیا، خب عزت همون فریب اونها رو خورد. چندین جوان‌هایی که این شهاب‌الدین بدالوف، بچه‌ها که در اونجا خب فکر میکردن که ما در روسیه کاری آشکار کرده ایستادیم، یا اون کاری تروریستی نداریم، یا اون کاری جنایت نداریم، حالا چرا باید ما پنهان شویم؟ چرا باید از اینجا فرار کنیم؟ خب این برادر عزیزی ما هم که از حزب نهضت رفته بود، هیچ فعالیت نداشت. من بار دیگر بعد رفتم از مسئولین پرسیدم که نشود خدای نکرده شما کسی با این نفر در تماس بودید یا مکاتبه داشتید یا چیز، حالا که جنایت هم نیست. یک نفر وقتی که با یک نفر مکاتبه شخصی میکنه جنایت نیست، مگر اینکه مکاتبه کنه، دستور بدهد، کار حزبی کنه که اونم جنایت نیست، اما از نگاه حکومت تاجیکستان گویا جنایت است. حالا بالفرض حتی پرسیدم که اون مکاتبه شخصی هم داشته، گفتن نه، هیچ مکاتبه شخصی با هیچ کس با اون نداشت، بلکه یک فعال جمعیتی بود که از فعالیتش در شبکه‌ها همه آگاه بودن. پس چرا او رو
زندانی کردن و حالا شنیدم که دادگاهش برگزار می شود. برای اینکه فریب خورد، این باور کرد و رفت به وطن. فکر کرد که خب نخود یک وزیر دروغ بگوید، نخود رمضان رحیم زاده رحمانوف دروغ بگوید، یتیموف دروغ بگوید. وقتی ما می‌بینیم که اینا وجودشون دروغ است، فلسفهشون دروغ است، عادت سیاسیشون دروغ است، بعضیا میگن که شما اپوزیسیون هستید، کار شما فقط تنقیح کردن حکومت است و حالا اینا که اون کاری نکردن، مثلا خب شما را زندانی کردن برای که شما خطر سیاسی داشتید، برای قدرت اینها تلاش میکنید. ما که دیگر با سیاست مشغول نیستیم، طبیبم، دکترم، من مهاجرم، نمیدونم. و خب یک مسافر، یک پیرمرد 90 ساله را، بابای دانا را وقتی که بردن زندانی کرد، اون فکر میکرد که من به خانواده زندانی سیاسی کمک میکنم، یک کاری خیلی انسانی است. کجا این جنایت است؟ اما از نگاه رحمانوف انسانی سالم عقل بودن، با وجدان بودن الکی جنایت است. تو یک انسانی سالم عقل هستی، با وجدان هستی، حق و باطل رو میشناسی، تو الکی جنایتکار هستی. تو باید مثل اونگرد باشی، مثل پیروان پیشوا باشی، مثل اون مقامداران تاجیکستان باشه که هر چیزی که دروغ گفتن تو باید باور کنی. در اون وقت تو یک انسانی، یک شهروند وطن دوست، پاتریوت، یا حداقل هر کی هستی، 4 دروغ، 4 تهمت، 4 تنقیه در شبکه علیه کبیری و پیمان و نهضت اینها نشر کن، تو میشوی یک انسان گویا درست. ولی همونا خودشون میدونن که شما دارید از ترس میکنید، برای یک روزی مبادا شما رو نگه میدارن. بنابراین همین دوستان عزیز، خواهش ما، توصیه ما این است که به هیچ وجه باور نکنید. من پیشتر هم گفتم که اصلا من مخالف اون هستم که تاجیکان دیگر به خارج هجرت کنند، بخصوص برای کار. در خارج دیگر در روسیه هم جای کاری نیست، در قزاقستان هم نیست، بحران کرونا ویروس هم رو گرفت. اما کسانی که فعال سیاسی بودند، حتی اگر فعالیت سیاسی هم ندارند، نگویند، خودشون رو آرام نکنند که من دیگر فعالیت سیاسی ندارم، به نهضت کار ندارم، به پیمان ملی کار ندارم، دیگر با من حکومت چیکار میکنند؟ وعده داده است و به من نمیرسد. نه دوستان عزیز، حکومت انتقامش رو خواهد گرفت. شما که تملق نمیکنید، چاپلوس نیستید، خوش آمد نمیگید، همین کافی است که شما را همچون جنایتکار و همچون طرفدار پیمان بران زندانی کنند. بعد یک نکته دیگر است دوستان عزیز، این دیگر با دروغ و با سیاست‌های رحمانوف با اینا زیاد ربط ندارد. حالا آنکه رحمانوف جای خودش که دستور میدهد هر کسی که کمترین سیمپاتیا و میل به اپوزیسیون دارد، اون باید که همچون جنایتکار شناخته شود. اما یک مسئله دیگر است که ما اینا باید قبول کنیم، همچین یک واقعیت. من پیشتر در یک مثال گفتم که در تاجیکستان معاش یک منصبدار چقدر است؟ اگر از وزیر 300 400 دلار باشد، یعنی چی برای یک وزیر، برای یک وکیل، برای یک پروکورور، برای یک ناچلنیک میلیسیا؟ حالا که ناچلنیک میلیسیا معاشش فکر نکنم که برابر وزیر باشد، ممکنه 150 دلار است. 150 دلار برای ناچلنیک میلیسیا اسفره، اسراوشن، حصار، برای ناچلنیک امنیت، برای پروکورور این ولایت چقدر پول است؟ برای یک عبیدپولی همون معشوقش و یک دوستش و برای یک پدرکه که به توی جیانش میراد نمیرسدیم. چی رسد با آنکه یک ماه با این معاش باید که فرزندش رو بخوراند، لباس بخرد، مهمان گسیل کند، خودش بالاخره پولی خانهش رو بدهد، آب و برقش رو بدهد. درآمد ماهانه اینها صدها برابر از معاششون بیشتر است. من صدها برابر میگم، شاید کم گفته باشم، شاید هزارها برابر باشد. اینا یک نفر رو وقتی که میارن زندانی میکنن، خب چند هزار میگیرن؟ حداقل 5 تا 10 هزار، بعضیش شنیدم که تا 50,000 دلار هم میگیرن. 10,000 دلار کجا و 100 دلار کجا؟ چند برابر میشه بیشتر؟ یعنی معاشی که اونها رسما میگیرن با کجا اینها میرسن؟ حالا اینا که جنایت میکنن، اما شما تصور کنید وقتی رحمانوف یک نفر رو میارد منصبی دولتی میتاد، شما همتون در تلویزیون تماشا میکنید، چی میگه با کسی که منصب رو گرفته است؟ میگه صافدلانه خدمت کن، خیانت نکن. از او یگان مراتب میپرسد رحمانوف که چقدر معاش میگیری؟ وقتی که من تو رو تعیین میکنم گنرال پروکورور، وزیر امنیت، وزیر داخله یا نمیدونم ناچلنیک میلیسیا، با این 100 دلار 200 دلاری که من با تو معاش میدهم، تو چه زندگی میکنی؟ آیا کافی است برای تو میرسد؟ این رو نمیپرسد. برای هم رحمانوف و هم ناچلنیک میلیسیا، پروکورور و اون رئیس ناحیه، رئیس ولایت میدونن که هیچ کس در تاجیکستان
یگان منصبدار با این معاش زندگی کرده نمیتواند. پس این سازشنامه چی است؟ من تو رو این معاش رو، این منصب رو میدهم، این امضا و این مهر و این قانون در دست تو است، چی کار میکنی زندگیت رو بر، زنهایت رو، مشقایت رو، این بچه ها خانواده رو با خانه تامین کن. فقط میگه خیانت نکن. خیانت نکن یعنی چی؟ به من خیانت نکن، به ملت خیانت کن، به قانون، به کشور. اما هر چیزی که من گفتم همون رو انجام ده. من چی میگم؟ من زیاد طلب نمیکنم. یعنی رحمانوف میگه من از شما طلب نمیکنم. هر کسی رو گفتم جنایتکار است، او رو جنایتکار اعلام کن. هر کسی رو گفتم که آدم خوب است و آدم خوب است، دیگر تمام. من تا آخر در قدرت میمونم، از من حمایت کن. اگر این کارو کردی با همین $100 معاش، یعنی معاش تو در کیسه مردم است، از مردم بگیر. و آدمانی که فکر میکنن حالا مثلا من یگان جنایت نکردم، من تاجرم، من بیزنسمنم، من ملام، خطیبم، من نمیدونم پیشتر اعضای نهضت بودم حالا با کاری ملکی گذاشتم، حتی طرفدار رحمانوف هم شدم و از رحمانوف هم تعریف میکنم. شما فراموش نکنید که این کافی نیست. وقتی که اون پروکورور نچرنینگ میلیتسیا این ماه آینده حساب میکند که باید که زندگیش رو پیش برد، سطح جنایتکارهای واقعی کم شده است. مثلا در تاجیکستان دیگر کم آدم است که واقعا دزدی کند، برود در بازار یگان قانونشکنی کند. پس این کی رو باید در روی خطش دارد که خب من کی رو بیارم که مثلا این ماه $5,000 $10,000 حداقل درآمد داشته باشه؟ چیکار کنم؟ و اگر یک نفری بازارنشینی عادی رو، یک پیرزن رو بیارد، یک معلم رو بیارد، از اون $100 به زور گرفته می شود، از او ماکسیموم $1,000 گرفته می شود، به زندگی نمی رسد. اگر برسدم به یک کس می رسد. در یک اداره میلیتسی یک ناحیه تا 100 نفر کار میکنن، پروکورورش هم همون، امنیتش همون. بعد میگه نه ما برویم. خب در روی خط ببینید که از اعضایان سابق نهضت، گروه 24، از اپوزیسیون اینات، کسانی که در سالهای جنگ سلاح گرفته بودند، کسانی که یک وقت حالا امام خطیب است، کسی هست یک کمبودی کرده بود، دلش در اونجا هست، بردارید که چند نفر داریم، در کجا گشته ایستاده است. بعد اون کارمنداشون گزارش میتین که میرزا حاجی محمد 3 ماه پیش، 6 ماه پیش سابق اعضای نهضت مادرش رو خبرگیری اومد و مرزهای روسیه محکم شده، همینجا ایستاده است. خب دیگر یگان جنایتکار نداریم این ماه، درآمد نیست، پس همون رو بیار. لقمه تپتیار اون صاحب دارد، جنایت تپتیار از سابق اعضای نهضت بوده. فیسبوکش رو پیدا کنید، اگر با یک دوستش در روسیه هم تماس گرفته باشد، اگر هر کاری کرده باشد، تمام جنایتکار است دیگر. 10-15 سال برایش پرونده تیار کنید، $50,000 داد، $20,000 داد، تمام، جان اینم خلاص می رود. یا در قانون عفو درست میکنن یا به یک شکل بیرونش میکنن، اگر نداد زندانی میشه. این تجارت از دوستانی عزیز. پروکورور که $100 $200 معاش دارد، نچرنینگ میلیسی همین قدر، امنیتش همین قدر، رئیس ولایتش همین قدر، این درآمد رو باید از کجا گیرد؟ این زندگی باید کند، زندگی با حشمت، با کر و فر، سزاوار یک رئیس و یک پروکورور. پس این کار رو میکند یا از حساب زمین فروشی، اگر رئیس جماعت و رئیس ناحیه و رئیس ولایت است، از حساب لیسانس فروختن و این بیزنسمن ها رو فشار آوردن. اگر کارمند قدرتی است، از حساب یعنی ما و شما مردم عادی، بازارنشین، امام خطیب، مهاجر، سابق اعضای اینات یا اپوزیسیون یا نهضت و هر کسی را هم که دستشون میرسد، اینا همچون یک قربانی، همچون یک برای قربانی مناسبت میکنن. پس ما و شما، ملت عزیز، مردم عزیز، برادری عزیز، خداوند دیگر هر چیز زودتر آزادتان کند. میرزای حاجی محمد، دیگر برادرانی که در خارج هستید، در هر کجا هستید، تا کی به این دروغ ما باید باور کنیم؟ وقتی که ما خواهش کردیم، زاره کردم که زید بر نگرد، این حکومت دروغ میگه، زندانی میشوی، عزت امان بیرون شو از روسیه. من شنیدم که بچه‌ها میگن ما گفته بودیمش فلانی از روسیه بیرون شو، فلانی از داخل کشور بیرون برو. باور نکن، حداقل در یک جا خودت رو پنهان کن. میگن نه، اون پرزیدنت وعده داد، وزیر وعده داد، فلانی گفت که بیا، فلانی گفت هیچ گپ نیست، دیگر همه گذشت. ما دوستان عزیز این دروغ ها را شنیدیم، دیدیم. حتی خانواده یعنی همین معاونان من
خانواده سید عمر حسینی، محمد علی حید، سیف الله زاده در روزهای اول وقتی که زندانی شدن میگفتن التماس همین حکومتدارا به ما گفته ایستادن که جناب عالیشون در ناخونک برای اونها جناب عالی اینها را میبخشد، فقط شما اپوزیسیا گپ نزند. کبیر خاموش بایستد. اگر خودت گپ زدی اینها را زندانی میکنن. خب چقدر خاموش بایستن؟ گفتن حداقل تا همین سودشون خاموش بایستید. من یک سال اول یادتون است چیزی نگفتم، خاموش بودم، نه زیدی رحمان نه زیدی کسی دیگر. میدونستم که بچه ها را این رحمانوف نمیبخشد و انتقام میگیرد و حکم ابد یا طولانی حبس میکنند، اما خانواده هاشون فشار میوردن، باور میکردن، آخرین امید رو دارن که خب شاید که همین حکومتدار دروغ نمیگفته، اگه اینا باور کنیم. وقتی یک آدم غرق میشود به همون خس هم زار میشود. انا همون وعده و دروغ حکومتدار مثل همین خس برای یک آدمی، برای یک ملتی غرق شونده تاجیک است. بنابراین باور میکنیم. برای همین دوستان عزیز من خواهش میکنم دیگر بیاید این را قبول کنیم همون که دروغ جزئی از فلسفه، از سیاست، از تمام استراتژی این حکومت با خصوص رحمانوف بود باقی میماند. این دیگر وظیفه ما و شما است که احتیاط کنیم، هوشیار باشیم و اجازت ندیم که از ما، از ساده‌لوحی، از باور کردن، از دل صافی ملت تاجیک سوء استفاده کنند. خب من در اینجا دیگر صحبتم رو به انجام میرسونم. بیشتر از یک ساعت هم طولانی شد صحبتی من و مثل که چندین سوال ها آمده است و اینجا همکاران به من دادند. تا حالا ببینیم که تقریبا 10-12 سوال است. اگر به همه سوال ها جواب دادن نتوانستم در این نشست، انشاءالله به صحبت های بعدی خواهیم گذاشت. خب سوال اول این است: سلام برادر محیدین کبیری، میخواهم فکر شما را نسبت رمضان بشردوست میخواهم فهمم. مثل این سیاستمدار ری بشردوست یعنی رمضان بشردوست در پارلمان جمهوری تاجیکستان لازم میباشد یا نه؟ چون که حق را روی راست میگوید. برادر عزیز، من خیلی خجالت میکشم و با شرم و خجالت این را میگویم که نمیدونم رمضان بشردوست کی هست و در پارلمان کدام کشور کار میکند. احتمال زیاد که در پارلمان افغانستان باشد یا اون کشور فارس زبان، چون اسمش بشردوست احتمال زیاد است در افغانستان باشد. من این نفر رو نمیشناسم، اما خیلی از وکیل های پارلمان افغانستان رو میشناسم. واقعا پارلمان افغانستان یک پارلمان آزاد است، در اونجا نمایندگان همه حزب ها، همه قوم ها و غیر حزبی هستند. گاه من تلویزیون افغانستان رو پیگیری میکنم، خیلی آشکار صحبت میکنن، حتی بعضا دست به گریبان هم میشوند و این برای پارلمان یک امر طبیعی هست. این پارلمان تاجیکستان نیست که همه مثل عسکر بچه باید رفتار کنن و مثل یک سرباز تگمه رو زیر میکنن، مثل سرباز رای میتین و میدرن بیرون میشون. این طور نیست. ولی بازم میگم من خجالتم از این که این نفر رو نمیشناسم و انشاءالله بعد از این صحبت من حتما پیگیری خواهم کرد که این نفر کی هست و شاید در صحبت‌های بعدی اگر سوال شود یا خاطر رسان کنن من درباره این سیاستمدار چیزی میتونم بگویم یا تا چه حد لازم بودن چنین سیاستمدارها در تاجیکستان رو هم به شما میگم. حتما که تاجیکستان نیاز به یک پارلمانی آزاد دارد، به یک فضای آزاد دارد و در این دیگر شک نیست، اما متاسفانه این نفر رو من نمیشناسم. خب السلام علیکم برادر محیدین کبیری، خدا شما را حفظ کند. ما میخوایم که شما پرزیدنت شوید و برای به پرزیدنتی رساندن شما چیکار نماییم. سلامت باشد برادر عزیز. بیاد اول تلاش کنیم که پرزیدنت امروزه از سر قدرت دور کرده شود، بعد به این نتیجه برسیم که کی باید پرزیدنت شود. اگر ملت مرا خواست، من دیگر اون پیشترها که همیشه میگفتن که نه حالا باید یک کسی دیگر شود، نه. وقتی میبینیم که هیچ کس دعوا نمیکند یا هر کسی که دعوا کرد کشته شد یا زندانی شد، بعد بالاخره یک کس باید این مسئولیت رو به دوش بگیرد. ولی تا اون وقت تلاش کنیم که مبارزه ما نتیجه بدهد و تشکر زیاد برادر عزیز که در حق ما هم دعای خیر کردید. سوال دیگر: حکومت دروغ میگوید، به این شک نداریم، اما از کجا معلوم فرد شما هم به قدرت رسیدید دروغگویی رو از اینها بیشتر نمیکنید؟ بله این احتمال هست که هر کسی هم بیاد در جای همین حکومت باز شروع کند به دروغگویی. این دیگر مسئولیت ما و شما هست.
این اگر من پرزیدنت شدم در آینده، این مسئولیت ملت است که اجازه ندهد، امکان ندهد که من دروغ بگم. اگر من پرزیدنت نشدم و یک کسی دیگر شد، مسئولیت ما و شما می شود در عموم که اون نفر پرزیدنت شده را امکانیت ندهیم که مثل رحمانوف دروغ بگوید. از همه راهی دروغ گفتن، پیشگیری از دروغ چی است؟ اجازه ندهیم که از 2 دوره بیشتر پرزیدنت شود. چرا؟ 2 دوره که باشد، این تو هر وعده میکند، هر راسته که میگوید، هر دروغ میگه در پیش مردم دیگر آشکار است. اما یک نفر که 30 سال، بیشتر از 30 سال پرزیدنت شد، با عمر او دیگر آدم نموند در تاجیکستان. اون کسانی که مثلا 20 ساله بودن حالا 50 ساله شدن، کسایی که 50 ساله بودن، یعنی یک انسانی عاقل و بالغ که سیاست رو خوب تحلیل میکنه، دیگر همین بالای 20 و 30 و 40 است. اما اینا دیگر با این عمر کوتاهی که در تاجیکستان است، دیگه هم از سیاست دور رفتن و اصلا تحلیل نمیکنن که رحمانوف چقدر دروغ گفت. برای همین اگر اون 10 سال، حد اکثر 8 سال، 5 سال پرزیدنت باشد، دروغ که گفت مردم در یادشون هست، میگن برادر تو در وعده انتخاباتیت این رو گفتی. اما رحمانوف وقتی که اینترنت رو قطع میکنه، تلویزیون مستقل نیست و شبکه و فیسبوک و یوتیوب اینا رو بلاک میکنه، بعد هر چی که دلش میخواد گفتن میگیرد. بنابر همین ما اینجا شما گفتید که از کجا معلوم که فردا ما دروغ نمیگیم، دیگر در دست ملت است. ملت باید، من یک بار دیگر گفتم که لجام یک سیاستمدار رو در دستش بگیرد. هر وقت که سیاستمدار غلط کرد دروغ گفت، اون لجام رو میکشد. مکانیزم کشیدن لجام سیاستمدار چی است؟ انتخابات. لجام ترامپ رو کشیدن چون دیدن که کم کم زیاده روی کرده ایستاده است. اما لجام رحمانوف رو کی میکشد؟ رحمانوف ملت رو لجام زده است، من معذرت میخواهم، و دارد لجام ملت رو کشیده ایستاده است. باید که برعکس باشد. باید که رحمانوف رو، نه تنها رحمانوف رو، من رحمانوف رو شخصا نه، همچون پرزیدنت، همچون سیاستمدار میگم، باید ملت لجام بزند. لجام این به معنی نیست که لجام واقعی. لجام زدن یعنی همون مدیریت یک پرزیدنت رو در دست ملت باید داد. همین از برادری عزیز کفالت، دیگر راهش رو من نمیبینم. خب برای پیش روی این دروغ را گرفتن چی کار باید کرد؟ دروغگو گفته بشینیم حکومت اصلاح میشد؟ نه، البته حکومت اصلاح نمیشد. اولین کاری که باید کرد این باید قبول کنیم، اعتراف کنیم که حکومت ما حکومت دروغگو است. این را اعتراف کردیم، قبول کردیم، ملت به این نتیجه رسید، خیلی خوب. قدم بعدی به این که دیگر به این حکومت باور نباید کرد. وقتی رحمان میگه که ما انتخابات شفاف میگذرونیم، ملت میگه دروغ میگویی. برای چی؟ برای ملت دیگر به این باور رسید. وقتی میگه که زندگی بهتر شده ایستاده است، ملت مقایسه میکنند، میگه که دروغ میگی. اگر در جای رحمانوف راست گفت، بله ملت باید بگه که راست میگویی. این وقتی رحمانوف اینه که دروغ گفت، بعد هر گپی هم که گفت از اون جمله راست هم او را بگیم دروغ میگی. نه، در اون جایی که راست گفت باید که بگیم که نه تو راست میگی، تحلیل کردیم. اما در اون جایی که دروغ است باید این دروغ را گفت. و از همه خوبش یک پرزیدنت دروغگو، یک حکومت دروغگو رو با سنجیدن در کار نیست. خب وقتی که اون در طول این همه 30 سال یک کلمه راست نگفته است، خب پس با این شانس بتیم که خب شاید اصلاح شد. اصلا من در صحبت قبلی هم گفتم که تا سالهای 2010 تا سالهای 2011 تا هم پروتکل 3220 من به اصلاح پذیر بودن رحمانوف و حکومتش یک کمی اعتقاد داشتم. کسانی که به من میگفتن که رحمانوف اصلاح پذیر نیست، من میگفتم شاید شما یک کمتر زیاده روی میکنید. اما وقتی که امضایش رو دیدم در پروتکل 3220 که برخلاف سازشنامه، کنستیتوسیون، قانون، منطق، عهد و پیمان، جوانمردی امضا کرده است و دستور داده است، پس دیگر گفتم نه، این آدم دیگر اصلاح پذیر نیست. الان من دیگر نمیگم فقط دروغ بگیم دروغ میگوید و این دروغگو است و دیگر خاموش بشینیم چی کار نکنیم. نه، اول اعتراف کنیم، قبول کنیم که دروغگو است، بعد تلاش کنیم برای دروغگو را از سر قدرت دور کردن تا اینکه یک انسانی صالح بیاید. خب سلام برادر کبیری، درباره مهاجرین مظلوم دوشنبه که روزانه 1000 نفر در نزد کسه ها برای خرید بلیت جمع میآیند، اما بلیت در ناخونک $500، اما تخمینه رحمان بلیت را $1000 میفروشد، چی میگید؟ چی میگم؟ من پیشترم گفتم برادران عزیز، چرا همین $1000 رو میدهید بر روسیه میاد، در روسیه که جای کار نیست؟
باز در اینجا قرض کنید، باز در اینجا غلامی کنید، باز $1000 دیگه به رحمان، به تخمینه رحمان بدید، به تاجیکستان برگردید. چی لازم است؟ خب همون $1000 رو با زن و بچه‌تون در همونجا بخرید، برید پیش رحمان بگید ما رو با جای کار تامین کن. مگر رحمان اگر دروغ نگفته باشی، نگفتی که سال 2021 یا 2020 200,000 جای کاری در تاجیکستان پیدا شد، یعنی علاوه به اون که مردم کار کرده ایستادن 200,000 جای کاری نو رحمانوف با وجود آورد. خب همون 200,000 برید بگه کجاست همون 200,000 جای کار، ما میخوایم کار کنیم. اگر رحمانوف دروغ نگفته باشد، پس اینجا اثبات میشود که رحمانوف راست گفت یا دروغ گفت. بنابراین من میگم برادران عزیز مهاجر، خودتون رو اذیت ندید، مگر اینکه اون کسانی که واقعا 100% کفالت دارن، جای کارشون انیق است، جای خوابش انیق است، استراخوفکای طبی دارد، بیاید خریدگر اون ریسک فرزنداش رو تامین کند، یا دانشجو است در روسیه یا در یک جای دیگر. اما کسانی که توکلی سفر میکنید برادران عزیز، در همون تاجیکستان باقی بمانید، خودتون رو عذاب ندید. در روسیه متاسفانه دیگر جای کار نیست و روسیه هم طلب کرده ایستاده است که 1.5 میلیون مهاجر غیر رسمی، خودی حکومت روسیه میگه ترک نکرده از خاک روسیه رو، اینا الکی جنایت کردن، اینها رو بیرون میکنند. باز شما کجا میید؟ دیروز وزیر عدلیه روسیه یک طرح رو راه اندازی کرد و عملی کرده ایستادن. اینها میگن دیگر ما نیاز به مهاجران نداریم برای جای کار، بیشتر از 180,000 زندانی روسیه را اینا میخوان به پسلینکا بگذرونن برای جای کار در ساختمان ها، در کوچه رفتن، و اون زندانی هایی که 1 سال 2 سال دیگر ماند است تا آخری مهلتشون، اینها رو میارن در این جای کاری تامین کرده ایستادن و دیگر جای کار برای مهاجران هم کم میموند. هم میگن زندانی خودمون رو معاش دیم و هم اینا رو از زندان ها پر شده سلکه در روسیه هم سبکتر کنیم. یعنی پس شما میاد به جای اینا زندان ها رو آزاد میکنن، شما میاد مهاجر در اینجا رجیستراسیون کردن نمیتونید، پتنت نیست، مهاجر تاجیک میره در زندان میشیند یا جریمه میکنن یا دپورت میکنن. چی لازم است؟ من توصیه‌ام برادروار این است که دیگر در همون داخل کشور باشد و طلب کنید از رحمانوف، از حکومت که جای کار برای شما پیدا کنند. مگر پوتین قرضدار ما و شماست که برای ما و شما جای کار پیدا کنند؟ ما که پوتین رو انتخاب نکردیم، من که اصلا رحمانوف رو هیچ وقت انتخاب نکردم، ولی شما که رحمانوف رو گویا انتخاب کردید، رحمانوف از نام شما پرزیدنت کرده ایستاده است، پس از او طلب کنید برادران گرامی. خب یک کس سوال داده است کبیری خائنی رو بس کن، تو حالا هم وقت داری، پیشوای ملت بخشنده و مهربانه، توبه کن میبخشد. اولش که پروردگار میبخشد آدم را، اگر توبه هم کنیم و توبه هم میکنیم برای گناهامان، کمبودیامان، هر روزه نقصانامان پیش پروردگار. اما پیش کدام پیشوای ملت؟ رحمانوف پیش ملت توبه کند، پیش پروردگار برای جنایتاش در نزد دین، در نزد پروردگار توبه کند، در نزد ملت برای این دزدی‌هاش توبه کند. من چرا توبه کنم؟ مگر من پول ملت رو دزدیدم؟ مگر من کسی را کشتم؟ مگر یگان کار کردم، یگان جنایت صادر کردم که توبه کنم؟ اگر کرده باشم گناهی نیست. من اتفاقا در ماه شریف رمضان از همه کسانی که از سخن من، از عمل من ناراحت شدن عذرخواهی کردم و گفتم بپذیرن، از پروردگار توبه کردم که پروردگار گناههای مرا ببخشد. من باور دارم که همه کسانی که ایمان دارند به خدا، روزه گرفتن، این کار را بهتر و بیشتر از من کردن. اما در برابر رحمانوف چرا این کارو کنم؟ بعد برادر عزیز چرا خائنی رو بس کن؟ مگر همین صحبتایی که من میکنم خائنی است؟ مگر من به فایده شما گپ نزده ایستادم؟ حالا هر کی باشی، برادر هستی یا خواهر هستی، مگر من چی میگم؟ من میگم رحمانوف پس اندازه مردم رو دروغ نگو، برگردان. میگم رحمانوف پول مردم رو ندزد، راه رو پلاکی کردی، خیانت کردی، برگردان. رحمانوف این کارو نکن، رحمانوف کارو نکن. به فایده شما است، به فایده اگر خودت منصبدار هستی شاید یک مقدار حساسی، اما نه همه، حتی اولاد خودت، برادری عزیز، خواهری محترم، شاید که نه همه خویش تبارت هم منصب دارن و دزدی میکنن. شاید اونا هم مثل دیگران از همین دستی رژیم رحمانوف اذیت میشوند. شاید همون راهی که تا خوجند میری تو هم پول میسپاری به کیسه فرزندای رحمانوف، یا نه؟ مگر یگان مرتبه به خوجند سفر نکردی؟
وقتی که در اون پاستا نمیدونم 50 سومونی بود یک وقت می رفتیم، روز چقدر از 60 سومونی است. خب برای سوال دادی به خودت که چرا این پول رو من بدیم؟ راه از پول مردم ساخته شده است در زمان شوروی، از پول مردم با قرض خیتا که مردم میگردونند تعمیر شد. برای چی رحمانوف چی پول خرج کرد که باید این پول رو از مردم جمع کنه بگیرد و به آفشور بسپاره؟ خب من همین رو گفتم، مگر خیانت کردم؟ برادر عزیز، خواهر گرامی، من خواهش میکنم یک مقدار انصاف هم چیزی بد نیست. یک مقدار حالا خودت رو در جای دیگران تصور کن، بعد بیا. حالا شاید من رو دوست نداری، شاید حقم داری، من آدمی خوبم شاید نباشم، اما حرفایی که میگویم مگر به فایده خودت هم نیست؟ حالا نصیحتایی که ما رو میکنی، مثلا گفته که توبه کن، من نصیحت خوب کردی پیش پروردگار توبه میکنم، خداوند خیر بده شما را، اما پیشوای ملت چرا ما رو ببخشم؟ من باید پیشوای شما رو ببخشم برای جنایت‌های، حالا جنایت‌های ضد ملت، همچون رهبری پیمان، این را دیگر ملت میبخشند، من حق ندارم. اما جنایت‌هایی که نسبتی من کرد، نسبتی فرزندی من کرد، نسبتی خانواده من کرد، دیگر این را غیر از من هیچ کس بخشیده نمیتواند. من مگر نبیره رحمانوف رو قریب میمرد یگان کار کردم، گفتم که نه این باید همینجا بمیرد؟ مگر مال رحمانوف رو گرفتم یگان حقارت کردم؟ رحمانوف مالکیت من رو گرفت، هنوز قبل از آن که من دپوتات بودم مالکیت من رو گرفت. سال 2013 رحمانوف خشتباری من رو زندانی کرد، شکنجه داد، اذیت کرد، مالکیت تمام اولاد خشتباری ما رو گرفت، خانه های شخصیشان را گرفت که اصلا با من هیچ ربط نداشت، حتی از من نخریده بودم. بالاخره رحمانوف آمد گفت که نبیره کبیری باید همینجا بمیرد و خارج نمیرود. این متاستازی رکش تا 4م استادیا هست، دیگر تا همینجا باید میمیرد و ما با این اجازت نمیتیم. بعد که فشار آوردن مجبور شد، بعد گفت که خب اگر میمیرد پس بگذار در خارج بمیرد، که الحمدلله حمزه جان امروز درس رفته ایستاده است و با زبان آلمانی خوب صحبت میکند و مریضیش هم توبه شد. یعنی من رحمانوف را ببخشم یا که رحمانوف مرا ببخشد؟ دوستی عزیز، این سوال را به پیشوایتان بده، بگو که بس کن این جنایت ها را. شاید که اگر بس کردی و توبه کردی پیش پروردگار ملت، شاید کبیری و شاید پیمان ملی و اپوزیسیا و نهضت و این همه ملت تاجیک شاید شما رو برای این جنایتاتون باز ببخشد، شاید نبخشد. خب یک نفر سوال داده است: سلام، کی به حرکت مخالفین می‌درآیند؟ از 2016 باز گوش میکنم، هیچ عمل نیست، فقط گپ نیکو رحمان میدزدد، ترمه میکشد. برادر عزیز، بله از سال 2016 گوش میکنید. من تقریبا گفتم از سال 2018 ما شروع کردیم به فعالیت منظم و به صحبت کردن های این موضوع جدی. تا اون وقت خودمون مشغول همون درست کردن سندها و فکر کردن که چی باید کرد بودیم. ولی بله سال 2016 هم 17 هم دیگر دوستان صحبت میکردن، برآمد میکردن. حالا بله سال 2017 18 تا امروز هم، مگر این مهلت طولانی هست؟ ملت ها 10 سال 20 سال 50 سال مبارزه ها میبرن، بعد به یک نتیجه میرسن. ما حالا اگر شما خسته شده باشید، پس بدانید که این راه خیلی راهی میتونه طولانی باشد، خسته کننده باشد و هر کس هم در این راه صبر کردن نمیتواند. این راه مبارزه واقعا هم جوانمرد میخواهد، صبر میخواهد. بعد کی میگه که ما به عمل نگذاشتیم؟ مگر همین کارا عمل نیست؟ مگر همون کسایی که زندانی میشوند، همون کسایی که مبارزه میبرند، همون کسایی که صحبت میکنن شبانه روزی، اینا عمل نیست؟ امروز بهترین عمل همین است. باور کنید رحمانوف دیگر از اون 4 سلاح گرفتن و автомат در کوه گشتن دیگر نمیترسد. چرا میترسد دیگر؟ خب از دست اون مسلح‌ها و سلاح به دستو چی میاد دیگر در این شب و روز؟ امروز سلاح ما و شما همین صحبت کردن است، همین نوشتن است، همین دروغ را آشکار کردن است. ملت خودش درک میکند. بعد وقتی که ملت تیار شد و فهمید که دیگر از این به بعد نمیتوان صبر طاقت کرد، به خیابان ریخت، کار ما و شما دیگر قسمتی بعدیش اون وقت آغاز میشد. اون وقت بعد اون جوانمردانی که میگن که با ما سپارش بدید، دستور بدید، ما آماده هستیم که از ملت، از وطن، از آزادی، از دین دفاع کنیم با جان خود، اون وقت بعد معلوم میشد که واقعا این جوانان که می نویسند صبرشون
تاق شده است اینها واقعا آماده هستند یا در همین سطح حرف و نوشتنی در کامپیوتر باقی موندن. انشالله اون وقت و ساعت که رسید مردم را که دعوت کردیم، بعد میبینیم که صف جوان مردم چقدر است، چقدر مردم میان در خیابان اعتراض میکنن و چقدر مردم دیگر میان از این اعتراضگران حمایت میکنن. چون باید اون اعتراضگران، اون مردمی در خیابان در دهنی گرگ تله داده نشود که بعد شما میدونید که رحمانوف اگر زورش آمد میتونه دست به جنایت بزند. باید یک کسی باشد که باز از این فرزندان جسور ملت که در خیابان ریختند باید حمایت کند و اون وقت بعد انشاءالله که نوبت این جوان مردم خواهد رسید. خب اینجا کس سوال داده است کبیری با راهبر پیمان ملی شدن پورا از خواجگان ایرانی خود دور شد و یا این نیز نقشه آنهاست؟ جواب تکو. بله دوستی عزیز، جواب میتیم. حالا من نفهمیدم برای شما این معقول شد که حالا اگر ما از ایران دور شده باشیم یا معقول نشد؟ و اصلا با شما کدامش معقول است، کدامش پسند است؟ ما با گفت شما خواجگان خارجی داشته باشیم، ایران، امریکا یا هر کسی دیگر، یا نداشته باشیم. یک زمان می آمدید می گفتید که شما خواجه خارجی دارید و ایران شما را کمک میکند. امروز مثل که با ناراحت شدید که یا ما از ایران دور شدیم یا ایران از ما دور شد. بالاخره شما موقع خود را معین کنید که در کجا قرار دارید. نظرتون چی است؟ الحمدلله که ما نه خواجه خارجی داشتیم، نداریم و نخواهیم داشت و هر کسی که با ما هست ما را کمک میکند. گفت عرب ها اهلا و سهلا، بسیار خوب، ما قبول میکنیم. چون در شرایطی نیستیم که ما دیگر کمک دیگران رو برای مبارزه ملیمون قبول نکنیم، مگر اینکه از حساب یگان جنایت باشد، یگان نظام جنایتکار باشد. اما اگر از طرف یک دوست تاجیکا و تاجیکستان باشد ما از همه قبول خواهیم کرد. اما اگر نه ما از ایران دور شدیم و نه ایران از ما دور شده است، در همون فاصله و مسافه که ما با ایران بودیم هستیم، ایران هم هست. حالا اگر کدام مسئول ایرانی میخواد که دور باشد، بالاخره دور باشد، اون کاری با ما چه ربط دارد؟ ما هستیم، ملت هست، تاجیکستان هست، دیگر کسی دور میشود از ما، نزدیک میشود، این کاری خودش. برای همین برادر عزیز، این دیگر با رهبر پیمانی ملی شدن هیچ ربطی ندارد، بلکه این سیاست های ما هست و الحمدلله که کارامون خیلی خوب است. شما نگران نباشید. ما چی با ایران است، چی به ایران است، چی با امریکا است، چی به امریکا. مهم این که ما خداوند با ما باشد، ما با خداوند باشیم. مهم این که ملت با ما باشد، ما با ملت باشیم و این دو نکته برای ما مهمتر است و الحمدلله که کارمان تا اینجا خیلی خوب دارد پیش می رود. اگر پیش نمی رفت، والا شما این سوال نمی داد، برای شما این اصلا وقتی خود را صرف نمی کردید. وقتی که شما وقت صرف میکنید، میاد پس کامپیوتر میشینید، توجه ظاهر میکنید، پس معلوم میشود که کارهای ما الحمدلله بد نیست. چرا رحمانوف آماده نیست که برای خود یگان معاون تعیین کند؟ چرا؟ معاون یعنی به کدام منظور؟ اگر معاون رئیس جمهور بگه، بله در تاجیکستان رحمانوف نه معاون ویسه پرزیدنت دارد، نه حتی سویدنیک دارد. پیشتر سویدنیکا بود، اینا رو هم برهم داد. یعنی نشان میدهد که اصلا من نیاز به یگان معاون و به یگان مشاور و به یگان کسی دیگر ندارم. خودم همه چی رو میفهمم، همه چی رو میدونم. دیگران فقط باید یا سپارش مرا اجرا کنن، یا رقص و بازی کنن، یا قرصک بزنن. اگر نمیخوان این کارو کرده، مرحمت هجرت کنن به روسیه، به اروپا، یا زندانی میشن. بنابراین رحمانوف یگان معاون به خود نمیگیرد و این طبیعت همون دیکتاتور است. اما برای خود جاینشین یا میراثبر تیار کرده شده است. اگر که منظور از معاون اون میراثبر باشد، اون دیگر اون رو تیار کرده شده است و شاید که وقتای نزدیک ببینیم که کی را جانشین خود میکند. خب رحمانوف این که دروغ میگوید، گفت و میگوید، شکی نیست. اما مخالفین بعد صلح نتوانستند که در روبروی رحمانوف بگویند که شما دروغ میگویید، بلکه برعکس در استحکام دروغ‌های رحمانوف سهم داشت. همین خیلی نیست؟ بله، شاید که ما با این صراحت که الان گفته شدم که رحمانوف دروغ میگوید، از لفظ یا کلمه دروغ استفاده نکرده باشیم که رحمانوف تو دروغ میگی. اما از اینکه گفتیم حکومت دروغ میگوید یا همین کلمه دروغ رو با یک شکل دیگر بارها گفتیم. اگر دوستی عزیز شما یک بار بروید
نوارهای یوتیوبی رو از سالهای 2013 14 بخصوص در وقت انتخابات پارلمانی اگر پیدا کنید و نگاه کنید، ما بارها گفتیم و حتی من در سال 2014 در دفتر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان گفتم که رحمانوف دیگر با این حکومتش صلاحیت و قدرت اداره تاجیکستان را ندارد، اگر نمیتواند جا را خالی کند ما بیاییم. این رو من در داخل تاجیکستان گفتم. شاید که به خود رحمانوف مستقیم نگفته باشم که دروغ میگی و خب گفتنم چی ضرورت داره در داخل تاجیکستان وقتی که گفته که دروغ میگی یا که همونجا میکشد یا که زندانی میکند. خب ما که مقصد ما این نبود که همین حرف رو بگیم و بعد کشته شویم. مقصد ما از این حرفا، از این مبارزه در داخل در این روزا این است که این حرفا رو بگیم، مبارزه را دوام بدیم و پیروز شویم. بنابراین همین دوستی عزیز ما این حرفا رو با شکل‌ها و لفظ‌های گوناگون گفتیم، از آن جمله کلمه دروغ رو هم گفتگیم که دروغ میگد، اما مستقیما شاید به خود رحمانوف نیم. شما حالا گفته ایستادید که رحمان از سال 94 دروغ گفتن رو شروع کرده است. پس چرا شما با شرکت در انتخابات ها با دروغ‌های رحمانوف مشروعیت بخشیدید؟ آیا خود را در این گناهکار نمیدونید؟ بله، من پیشتر هم گفتم که بعد از پروتکل 3220 به این نتیجه رسیدم که دیگر رحمانوف اصلاح پذیر نیست و واقعا دروغ میگوید و اما تا اون روز یک امید داشتیم که این شرکت کردن در انتخابات، مبارزه انتخاباتی یک کمی هم باشد به مردم کمک میکند و واقعا هم کمک‌های هم داشت. چرا ما این رو نادیده بگیریم؟ مثلا من وقتی در پارلمان بودم، وکیل مجلس بودم 10 سال، مگر در اونجا برآمد نمیکردم؟ مگر درباره راه نگفتم؟ مگر درباره مهاجرین نگفتم؟ درباره انتخابات ها نگفتم؟ درباره قانون دین نگفتم؟ قانون تنظیم نگفتم؟ در این بارها من صحبت کردم، گفتم و اینو فایده داشت. شاید همون صحبت‌های ما بود که رحمان این سیاست‌های دیکتاتوری پیشواییش را سال 2015 شروع کرد. اگر ما نمیگفتیم و نمیبودیم شاید سال 2005 شروع میکرد. یعنی مردم 10 سال بیشتر اذیت میشدن، 10 سال بیشتر عذاب میکشیدن. خب همین که رحمان این جنایت‌های آشکارش را البته دیرتر شروع کرد در سال 2015 و بعد، شاید به خاطر هم بود که ما در داخل بودیم میگفتیم و این حرفا رو میزدیم، یک کمی احتیاط میکرد. اما وقتی که دید که همه ضعیف شد و پراکنده کرد و زندانی کرد و کشت، دیگر نهضت هم باقی مونده بود که او را ممنوع اعلان کرد، دیگر حالا خودش رو پیشوا اعلان کرد و آمد دیگر تا اون دیوانگی آخرش رفت. بنابر همین من فکر میکنم که اگر ما در این کمبودی شریک باشیم باید بدوش بگیریم تا جای بله این ملاحظه کاری و مصالحه کاری و صبر و تحمل ما نقش داشت در این که رحمانوف بیاد با جرأت‌تر بالای ملت این ظلم ها را کند. اما باید مردم ها بدونن که این همش به خاطر ملت و مردم بود و ما قسماً مسئولیت رو بدوش میگیریم. اینقدر جوانمردی رو داریم که بگیم بله ما هم بعضی کمبودی ها داشتیم، اینه که همه وقت دیگران گناهکار بودن. اما این هم خوب نیست که همیشه یک طرف رو گناهکار کرد، مثل که همون دزد رو همیشه سفید کنیم و رها کنیم و صاحب مال رو گناهکار کنیم که چرا تو اجازه دادی که این دزد دزدی کند. خب سوال، شما رحمانوف رو نمیخواهید، پس چرا سوءقصد علیه آن تشکیل نمیکنید؟ یا آیا شما این رو نمیخواهید مثلا او رو کشتن یا نیام نگران کردن؟ اصلا مثل که این سوال یک مقدار پروکاسیونی هم هست که چرا ما سوءقصد تشکیل کنیم یا با این شکل و با این اصول ها؟ اصلا مگر یک جنایت رو میشد با جنایت دیگر برطرف کرد؟ حالا رحمان که جنایت کرده ایستاد است، جنایتکار است، دزدیده ایستاد است، کشته ایستاد است، یعنی ما هم بیایم با همون کار انجام بدیم. جامعه جهانی دیگر همون میگن خب اینا هم با راهی کشتن و غارت و سلاح سر قدرت اومدن مثل که رحمانوف اومد، پس چی فرق دارد؟ ما باید با راههای مصالحت آمیز قانونی در چارچوب معیارهای بین المللی رحمانوف را از قدرت دور کنیم، اگرچه این وقت میخواهد، دشوار است و در بعضی جا اصلا به نتیجه نمیرسد، ولی راه دیگر نداریم. اما وقتی که ما با راههای مصالحت آمیز وارد کار میشویم و رحمانوف دست به جنایت میزند، در اون صورت بله دیگر باید که با عملی به مثل جواب داد و پیش روی این جنایت ها رو باید که گرفت. پس حالا میبینم که سوال ها مثل که تمام شدن، همین 12 سوال بود است امروز و حالا شاید که سوال های دیگر هم وارد شده باشد. به نظرم که برای امروزش کافی بود.
و واقعا هم دیگر موضوع فکر میکنم بسیار یک موضوع وسیع عمیق هست، شاید که به یک صحبت تمام نشود. چرا دروغ های حکومت هم دروغ های رحمانوف هم اونقدر زیاد است که با یک صحبت نمیشه همه آنها را آشکار کرد. هدف ما این نبود که همه دروغ های رحمانوف رو در این صحبت ما بیایم یک به یک آشکار کنیم و نامبر کنیم. نه، هدف این بود که ما بیایم فلسفه رفتارهای حکومت رو، رحمانوف رو تحلیل کنیم، جستجو کنیم که چرا طول این همه 30 سال به جایی که راست باید بگوید دروغ گفت و حتی در جاهایی هم که راست به فایدهش بود. پس به این نتیجه رسیدیم که یکم با دروغ شروع کرد، بعد آهسته آهسته دروغ رو بالای مردم تحمیل کرد و در مرحله آخر خودش هم به این دروغ ها عادت کرد و باور کرد و امروز دیگر هر کسی میگوید که این حرف دروغ هست او را جنایتکار و خائن اعلام میکند. و اگر ملت این را درک کرد، فهمید، من باور دارم که این یک قدم بسیار مهم در خودشناسی ملی هست، در مبارزه ما هست و انشالله با کمک خداوند، با پشتیبانی شما در صحبت‌های بعدی پهلوهای دیگری واقعیت‌های زندگی، واقعیت‌های کشور و ملتمون را تحلیل خواهیم کرد و مثل همیشگی در خدمت شما و سوالهای شما خواهیم بود. خداوند همه ما و شما را در پناه اسمت خودش بخصوص ملت و کشور عزیز ما را نگه بدارد. تا صحبت‌های بعدی، سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.